و بعد از این به سبب شهوت زنا میکند، این مسلمان است، اما مسلمان ضعیف الایمانی که در حالت خطر است و حکمش در این دنیا مسلمان است و در آخرت هم مسلمان است و اما مستحق عذاب است که الله به کسی خواهد میبخشد، به کسی رو خواهد عذاب میدهد و بعد از عذاب با جنت میرود. لیکن مدت این عذاب چقدر است هیچ کسی نمیداند. برای زناگر چند هزار سال عذاب است، چند صد ها سال عذاب است، در درون دوزخ چقدر میسوزد. و بعد از این که همون گناهش به همون عذاب و آتش سوخته پاک شد، بعد از پاک شدن به جنت می‌رود. کسی را الله خود از گناه کبیره کرده میبخشد. اما باز کسی از این صحبت ما که ما اینو در دوام صحبت ما آشکار گفتیم، سخن خوارجی را بگوید که فهمیدی زناکار تو موحد نیستی، بگوید این یک فتان است، یک جاهل است و بعد از این مذهب خوارجی را گفته شده است. این مذهب خوارج است که یک از زنا کند تو کفر میگه، دزدی کند کفر میگه. ما بیان کردیم، الله المستعان. یکی کمی به طرز خطرناکترش فهموندن بیان کردیم که نشود که بی‌ملال اعوذ بالله میبخشید از گفته گردد و به همین سبب زنا به کفر شرک رود. ببینید که زنا اولینش که یک بار کردی توبه کردی، بله توبه نصوح، الله بخشنده مهربان است. اما تو الله منو میبخشید از گفته بروی، تو از مذهب اهل سنت بیرون شدی، تو به مذهب جهمی رفتی که الله بخشنده مهربان است، زنا کردن میگیری و به همین سبب زنا عذاب و مشقت و فتنه و درد و رنج و گمراهی که به سر تو میآید. این چی است؟ چه که الله در قرآن میگه، الله میگه که الا بما کسبت ایدیکم، یعنی عذابی که به سر شما اومد مگرم به همون چیزی که خودتون کردید. هر گناه عذاب به سر شما میآورد، هر گناه به خودش عقوبت دنیوی و اخروی دارد. عقوبت دنیوی یا زود میاد یا آینده میاد. ای زناگرها، ای دزدها، ای رقاصه و سرودخوانها، ای کذابین و خیانتکارها، ای جاسوس و بزها، شما اگر حاضر سلامتیتون خوب باشد، زندگیتون زیبا باشد، همین کارتون خوب باشد، فکر نکنید که این گناه شما گناه نیست، سلامتیتون خوب میگردید. این یک موقتی است. درد و رنج کسی عاجل، نزدیک، زود و درد کسی آینده تر، سختتر باز میاد. خوری در پیش است لیکن حتما میاد. احتیاط باشید. جزاک الله خیر برادر حنیف، حفظک الله. عزیز امین سام دوستان، بعد انشالله یک برادر سوال کرده است که بعد انشالله که معذرت میخوام میبرم. گفته است که در وقت زنا یعنی ایمانش از بدن بالا شد پس اسلامش میمونه. همین رو مسئله اصل ایمان کمال ایمان بعد فهمیده شیخ. بارک الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ایمان از سر او بالا می رود لیکن او کافر نمی شود. یعنی ایمان او را بالعموم ترک کرده نمی رود. ایمان در بالا باز به او می افتد. اما همین وقتی زنا کردن ایمان به بالا برد او کافر می شود؟ نه، اصل ایمان در قلبش می ماند. اصل ایمان در قلبش می ماند و او را ما در حالت زنا هم اگر مراد کفر نمیگیم. زیرا که علما میگن در حالت زنا هم اگر مراد امام نه یگون آدم مشهور نه، لیکن دیگر مسلمان ها او را چی میکنن؟ جنازه میکنن. بارک الله فیک. شیخ عزیز الله جزا خیرتون. دیت سوال فقط فراموش میکنم نه مختصر جواب میده. یکی که برادر مادرشون 45 یا که 55 ساله بودن، آیا میتونه که با نبیرهشون خردساله است مثلا از روسیه به تاجیکستان سفر میکنه؟ بله، نبیره بابا برای نبیره این پدر است. بابا حکم پدری به نبیره دارد. خواه و دختر باشد خواه و پسر. نبیرهشون با نبیره یعنی مادر یا برادر کرد. گشت سوالتید نفهمیدم. یعنی کامپیر با نبیریش میتونه که سفر بکنه مثلا از روسیه تا تاجیکستان بس عملیات؟ نبیره کی است؟ این نبیره مرد است زن است؟ مرد است. این حالی بلاغت برستگی نیست. سینی تمایز به هست خیر کودکت نمیرفته بشکن یکون سینی مثلا تمایز چرا نمیتواند؟ میتواند ایشون. اولا از فتنه زنهای پیر دور است که مثلا امکاس از این فتنه های مثلا غصب و تجاوز و اینا صحبت کنیم که الحمدلله امن میشد.
و بعد از این در باب محرم اگر بگوییم نبیریش که هست حکم فرزند ندارد. نبیره برای اوچه و بابا حکم فرزند ندارد. اوچه و بابا یک پدر است برای نبیرش و مادر است برای نبیرش. اگر به سن تمیز 10 ساله و مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله باشد، سن تمیزی که یک مثل یک مرد فکر کرده تواند، یک جوان، بله بارک الله فیک، کودک نیست البته. دیگه سوالم که شیخ از مغازه هایی که چیزهای جزدی رو میفروشند از اینجا خریداری کنن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیک. بعد شیخ اگر این آواز برآمده است. بله صلی رسول الله بارک الله. اگر چیزهای دزدی که شما میخرید دانید که دزدی است در بین مسلمان ها باشد، حرام است. منطقه‌ای که مسلمان نشین هستند همه مسلمان است، مسلمان دزدیده میفروشد، مسلمان یا که غیر مسلمان دزدیده میفروشد و شما رفته گیرید، این شما هم دزدی به شریک هستید. اما در دیگر کشورهای باشد که مردم گن که دزدی گویند لیکن شما انیق این ندانید و او مسلمان است فروشنده یا غیر مسلمان است، معلوم نیست که این در حقیقت دزدی است یا نیست، این دیگر مسئله است. بارک الله فیک، حیاکم الله. خوب، شیخ در قضیه ما ملا عقیدش خراب است، ما نماز جمعه را چگونه بخوانیم و نمازهای جماعت های چگونه انجام دهیم؟ نماز عقیدش خراب باشد از عقب این نه نماز جمعه و نه نماز 5 وقت خونده نمیشد، به این اجماع سلف صالح است. اما اگر شما به نماز به عقب این نروید، شما را گویند که تو یک سلفی هستی و یگون چی بگویند، شما را اذیت بیتن، در عقب او وقتی که نماز خوندید می آید به خونهتون نماز رو گشته انجام میدید. چگونه ای که ابن خزیمه زیاده از 20 سال این عمل رو کردن، احمد ابن حنبل زیاده از چندین سالها این عمل رو انجام دادن. اگر به نماز جماعت نبروند به بالاشون مصیبت می اومد، از همین جهت به نماز جماعت می رفتن و به خانهشون وقتی که باز می گشتن نماز رو از گشته بار دیگر انجام می دادن. قیوم یا ندارد اینجا، یه حرف یه ننوشته همتون، قیوم میشد. قیوم گوید، بله از نظر عربی درست میگد. و چطوری موحد بوده که همه قد زنا میکرده و بعد پشیمان میشده. بله همچنین زناگور هست، همچنین عراخور هست، در زمان پیامبر بود این چیز. ما با عقل دین الله با عقل نمیگیریم برادر عزیز. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک انسان اومد عراق خورد و توبه کرد، یک مرتبه دیگر اومد عراق خورد، یک مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عمر رضی الله عنه بودن، دیدن که باز همین انسان مست عراق خورده اومده شده است. حضرت عمر رضی الله عنه در روایت خالد بن الولید میگن، لیکن عمر میگن لعنک الله، میگن الله تو رو لعنت کند، این قدر تو شراب می نوشی. گفتن شراب خور، عراق خور در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تلعنه، این عراق خور لعنت نکن، لعنت الله تو بین اون نگفت. انه یحب الله و رسوله، این آدم عراق خور است، بله این گناهی خیلی کبیره است، بله گناه است، لیکن همین آدم گناهگار الله و رسول دوست می‌دارد، یعنی مسلمان است، حرام بودن همین میدوند، حرام گفته میخورد، بله این شهوت کتی. این منهج خوارجین است که این خیل میگن هیچ خیل موحد بوده که زنا میکرده، این موحد نه، این کافر میگه. بعد خوارجی مذهب در تاجیکستان هم همین مذهب خوارجی هست. انا همین علمای تاجیکستان که امروز هستن انا همین منهج خوارجی بیان، میگه که یک آدم عرق خورد، عرق اگر حلال نگوید نمیخورد، برای همین عرق خورد میگه، در عرق خور کافر است میگه. ما بسیار خیلی شد دیگه در تاجیکستان این مذهب خوارجی و غلوی است و این عقل حکم کردن در بالای شریعت به عقل است. عقل پیش نگیرید. میشه این خیلی آدم هست، یک آدم مسلمان است دزدی میکنه،
توبه میکنه با دزدی میکنه، کسلی دزدی دارد. یک آدم سبحان الله زنا میکنه، یک آدم شراب مینوشد، یک آدم غیبت میکند، یک آدم پراتسین میخورد. این خیلی گناه ها هست. برای این گناه ها را گناه های کبیره گفتند. اما باید توبه کند. توبه نکند این چنین انسان ها کافر نیست، لیکن اگر حلال گوید کافر میشد، حرام گوید کند کافر نیست، لیکن مستحق عذاب است، در زیر مشیت الله است. الله خواهد عذاب میتید، نخواهد عذاب نمیتید. اما درباره همین گناه های کبیره که شرک اکبر کفر اکبر نیست، مذهب خوارج چگونه مذهب است و مذهب معتزله چگونه مذهب است؟ خوارجا میگن که کسی که زنا کند، دزدی کند، شراب نوشد، 2 بار 3 بار 4 بار اگر نون کند، این چی است میگن؟ این کفر است میگن. لیکن اگر شما گویید که برادر عزیز از این میبرد که همین مسلمان ها زنا کرد توبه کرده گشتن گرفت، برادر حاضر مسلمان ها به خودشون اون کشوری اسلامی ندارند، به حکم الله رسول حکم نمیکنند. ما این آدم نمیدانیم که کی است، در کجا است. ما نمیگه توبه کن دیگر نکن. اگر همین چیزه در یک کشور مسلمانی در یک جای قدرت دار بگوید و بیاید بگوید که من زنا کرده میگردم، گوید توبه نکند، حکم این آدم چی میشد؟ اگر این آدم اگر زن گرفته باشد، اگر حکمش سانسور کرده کشتن است. برادر عزیز زناکار توبه کن تمام نمیگوییم، قدرت بر سانسور است. بیزن باشد در زده پیش کرده میپرتید از اینجا من جزو. لیکن امروز همه در زیر دموکراتی است. ما نداریم که انسان کیست. عاقبت نتیجه دموکراتی همین است که اینقدر شما را تربیت میکرد که رفته رفته حکم الله و رسول با اعوذ بالله مردم راضی نشده بر اومده میراد. اعوذ بالله. برای همین میگیم که ما حالت حاضره را این به نصیحت کردیم. ما دیگه چیکار کرده میتونیم غیر از حاضر؟ خوب دقت بدید. شایخ همین قیوم کسی است که 20 هم خیلی نیست، بالاتر من بو باره برمادم نیست است که شما آشکار گفته ایستادید که زنا حرام نیست. اعوذ بالله تهمت بینه. همین قیوم کسی است که یا خوارج ای الله هدایتش کنه یا گون جاهل ای از وقت صحبت شما سر کردن ایسنا اول موحد نیست، بعدی که شما آشکار میگه ایستاده و آشکار گفته است که زنا حرام نیست. یعنی از گپ شما این بیچاره دو چیز میفهمه، یا که او کافر باید بگوی، یا اینکه حالا که شما گپ نگفته، یا اینکه چی شما زنا رو حلال میگه. اعوذ بالله. برآمدم که کسی از میرا یا حفظك الله شیخ حنیف زنا رو حلال میگه. زنا حرام است و کسی که زنا رو حلال میگه کافر است، مرتد است. کسی که در بین مسلمان ها گشته خودش مسلمان گفته زنا رو حلال میگه مرتد است. و کسی که تهمت بالای سر ما میزند یک متهم و یک ظالم بیش نیست. انا قیوم اگر سخن گفته باشد در بالای ما ظلم کرده است، تهمت کرده است و همین تهمت کردن و ظلم کردن خودش یک گناه کبیر است. الله المستعان. الله هدایتش بکند. لیکن میبینیم که غیر از فتنه از بعضی انسان ها دیگر چیزی نمیبرد. اینقدر فتنه را میخواهد که تو گپ آشکار و واضح فهمیده نمیتونه. اعوذ بالله. این مسلم اکنون است که قیوم میگه که زنا کرده گشتن گریم حرامش بدونیم مسلمانه. قصدن اگر به خاطر انا همون حکم الله فهمیدی، باز اگر گویی که خیر زنا که حرام میگیم زنا کرده میگردیم گفته به خاطر بازی مسخره تحقیر دین کنی، تو مرتد کفر میشی. هر جایی که تو حیله به دین میکنی منافق میشوی. هر جایی که مکر کردنی میخوای منافق هستی و هر جایی که در اینجا اومده من باب استهزاء سخن میکنی یا عمل میکنی مرتد میشوی. ما درباره کسی گوز دستیم که در حقیقت صادقانه در همین مشکلی هست. الله هدایت بکند. الله هدایت بکند. جای این چنین فساق و منافقین و کذابین اینجا نیست. دفع شو از اینجا. برادر ابو عبدالرحمن خب نوبدش کنین یک فتان چقدر وقتی ما را گرفت. این خیلی انسان ها باید محروم شود از سخنهای برادرهای طالب علم اهل سنت. چقدر 100 نفر انسان اینجا حالا انتظار هستند که ما یک صحبت علمی بکنیم، دارد ما را مشغول به دیوانگی بازار و دیوانگی خودش میکنه. کی از خودش فتان است. نوبدش کنین برادر عزیز ابو عبدالرحمن. گیرن به بخریش و دلیل کنین.
اینجا جای علم است، جای عقل است، جای فهم است، جای ادراک است، جای مسخره و بازی شوخی نیست. تو اینجا الله المستعان. خیر، بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران مسلمانم، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. این حلقه دوم از شرح کتاب الاصول السته، اصول ششگانه که از شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله است. در حلقه اول به فضل الله سبحانه و تعالی به شما مقدمه رو بیان کردیم و حالا به این کتاب داخل می شویم. شیخ الاسلام رحمه الله فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جمله که نوشتند این بود که به نام الله رحمان و رحیم، بخشاینده و مهربان میگن. معنای این بسم الله الرحمن الرحیم چی است؟ اگر به یک طرز عادی و ساده بگوییم، ابدأ بسم الله، اکتب بسم الله. هر کاری که میکنید انا همون گویا که فعلش است. یعنی من می نویسم به نام الله که رحمان و رحیم است. به همین معنا میاد. فعلی محذوف دارد. فعلش ابدأ، من شروع میکنم نوشتن رو به نام الله الرحمن الرحیم. بله، این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که هر وقتی که نامه می نوشتند در بالای همون نامه بسم الله الرحمن الرحیم می نوشتند. و پیامبر هم این عمل رو ببینید به وحی الله گرفتند. در قرآن همین است که پیش از خواندن هر یک سوره جبرائیل علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم می گفتند. و قرآن هم که 114 سوره دارد، در 113 این سوره به بالایش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است. اما در سوره توبه که اولش براءة من الله و رسوله، براءت الله و رسولش رو از مشرکین اعلام میکند، بسم الله الرحمن الرحیم وجود ندارد. زیرا که الرحمن الرحیم این صفت رحمت الله بیان میکند و یک باره به براءت گویا که گفتند راست میاد. اما در همین درون قرآن 114 مراتب بسم الله الرحمن الرحیم است. در بالای سوره ها 113 مراتب. در قصه سلیمان که سلیمان نامه نوشتند به یک پادشاه زنی که از یمن بود، ملکه سبا، گفتند انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی سلیمان علیه السلام هم وقتی که نامه نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم گفته اول نامه را شروع کردند به نام الله بخشنده و مهربان. پس این دلالت میکند که نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم در اول نوشتن کتاب، در اول نوشتن نامه، در نوشتن ها این سنت تمام انبیا و رسول است و حجتش هم فعل سلیمان علیه السلام در قرآن است. و بعد از این یک سنت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نوشتن نامه ها وقتی که به هرقل روم، وقتی که به کسرای فارس، وقتی که به فراعنه مصر نوشتن، به همین نامه رو به بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد. خیلی که نامه های پیامبر معروف است صلی الله علیه و سلم. و امروز هم ما باید وقتی که یک نامه، یک کتاب، یک خط می نویسیم، باید بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نوشته باشه.
و حدیث های زیادی هست. بعض از علما ضعیف گفتند، لیکن قسمی از علما گفتند که به شاهدها این حدیث تبدیل به یعنی حدیث خوب جید می شود. گفتند كل امر ذو بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. گفتند هر امری که صاحب دوامی است اگر به بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود این دم بریده می شود. لیکن حدیث ضعیف است بالاخره. اما نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم این خیلی که حجت چه گفتیم از قرآن است و از سنت پیامبر صحیح است که در صحیح بخاری و مسلم نامه های پیامبر که به ملکای روم و فارس و مصر میفرستادند به همین بسم الله الرحمن الرحیم بود. شیخنا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند و در همه کتابهایشان و رساله هایشان خواه بزرگ باشد خواه کوچک اولین جمله که نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم است. معنای بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شروع میکنم به نام الله الرحمن الرحیم. امروز قسمی از تاجیکا میگن که به نام خداوند بخشنده مهربان، البته که سنتش انا همین است که بسم الله الرحمن الرحیم گفته شد. اولا الله را به نام ترجمه کردن به خدا درست نیست. خدا دیگر چیز است. کلمه خدا نام الله را به پرگی معنی داد نمیکنه، حتی یک جزئی کمیش هم معنی داد نمیکنه و این خیلی هم الحاد در اسماء الله است. بی حرف جر در زبان عربی است. وقتی که بی را دیدید پس این معلوم است که بی مثلا حرفای جر معروف است، مین الی عن علی فی رب الباء والکاف، اینها پیش از اسم فقط میاد، به پیش فعل هرگز بی نمیاد، به پیش اسم میاد. وقتی که به پیش اسم اومد این بی اسمی بعد از خودش اومده رو مجرور میکنه، جر و مجرور میگن بسمی، برای همین اسمی شد. اسمو بسم الله نگفتید، بسم الله نگفتید، بسم الله باید گفته شد. ای برای چی؟ برای که پیش از کلمه اسم بی آمد، بسمی باید شد. الله به اسم کی؟ به اسم الله مضاف به اسم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صفت الله سبحانه و تعالی. دو صفت الله، الرحمن صفت ذاتی الله است، الرحیم صفت فعلی الله است. شما باید فرقی الرحمن الرحیم روید. یعنی دو نام الله الرحمن الرحیم دو نام الله است و از این دو نام دو صفت گرفته میشد، دو صفت رحمت. لیکن یکیش الرحمن صفت ذاتی الله است. الله همیشه در حالت رحمت است. حتی در این دنیا میبینید به حیوان ها، به درنده ها، به زمین و آسمان، به انسان ها، به جن ها، حتی به شیطان رحمت میکند که شیطان هم نفس میکشد. اگر الله به شیطان رحمت نمیکرد شیطان نفس نمیکشد. به تمام بدین کسانی که از کفار مشرکین هستند و بودیست هستند و همین شرک کردن دشنام دادن الله هست. خیلی که در حدیث بخاری است شرک کسی که انجام میدهد الله دشنام داده است. اعوذ بالله. امروز در هندوستان میبینید که زیاده از هزارها دین است. قسم موش را به خودش اله گرفته است، قسم حیوان را، قسم گاو را. الله همه این را دیده ایستاده است، شنیده ایستاده است. لیکن ببینید که چقدر رحمانی الله، رحمت الله وسیع هست که با وجود این همه این گمراهی انسان ها در بالای ملک الله، این زمین ملک الله هست، انسان ها از ملکی در ملک الله هستند، مخلوقین الله هستند، با وجود این گستاخی میکنند، به الله شریک میکنند. لیکن الله به اونها رحمت کرد. چی رحمت؟ عمر داد، صحت و سلامتی دارد بسیار اینها و نفس میکشد، رزق الله شب و روز استفاده میبرد. همین دلالت بر رحمانی الله میکرد. اما الرحیم این صفت فعلی الله هست که در روز قیامت این رحمت الله شامل بنده های مؤمنین میشد. یعنی همیشه الرحیم الله به بالای همه نه، بلکه خاص این فعل انجام میتید در بارک الله فیکم روز قیامت برای مؤمنین. اما اشعری و ماتریدی در بالای صفت ها میگن، در بالای صفت
الرحمن الرحیم میگن که این دو نام میگن معناش رو ما نمیدونیم. الله رحمت، اگر بعضی اشعری ماتریدی گفت که بله صفت رحمت الله قبول میکنیم، گفت میگه که قدیم میگه. اشعری ماتریدی به مانند همین علمای تاجیکستان که امروز شما دارید، این صوفی ها اشعری ماتریدی عقیدتا هستند، فقها حنفی، طریقتا صوفی، عقیدتا اشعری ماتریدی میگن که این نام صفت ندارد. یک قسمشون. قسم دیگر میگن که این نام صفت دارد لیکن صفتی قدیمی هست. قدیم یعنی چی گفتنی؟ یعنی یک بار الله رحمت کرد و یک بار الله انم الرحمن و رحیمش ثابت شد، دیگر هرگز گشته اینا انجام نمیتد. مثلا رحیمی الله همو میگیم که این ناو بو میآید. قدیم گفتنی صفاتهای الله این یک خودش یک به کفر میبرد. اعوذ بالله. مثلا اشعری و ماتریدی میگن که کلام الله قدیم است. معنای چی دارد؟ معناش همین است که الله یک وقت کلام درونی خودش رو گویا که بیرون برآورد، خلق کرد، دیگر تمام هرگز. یا قسمی میگن که یک بار الله گپ زد، یک بار تمام، دیگر هرگز گپ نمیزند، نو به نو گپ نمیزند. اعوذ بالله. الله به حضرت عیسی گپ زد، به پیامبر صلی الله علیه و سلم گپ زد و در روز قیامت و در جنت هم آینده گپ میزند. این سخن شما وقتی که گفتید اونها به علم کلام داخل میشوند. چیزی که گفتند تغییر داشته باشد پس این جسم می شود و جسم شد مخلوق این آن و اهل سنت رو مجسم میگن. برای این احتیاط باشید که درباره الرحمن الرحیم حتی اشعری و ماتریدی این صفت قبول ندارن. الله المستعان. بعد از این شیخ الاسلام گفتن که الاصول السته. اصول السته این دلالت میکند که انسانی که یک مقاله می نوشد، کتاب می نویسد، باید نام کتابش رو معین بکند. هم خیلی نوشته گذاشتن مردم اذیت میتید. این منهج اهل سنت است که انسان نام کتابش رو، موضوعش رو باید معین کند که استفاده برنده ها فهمند که چی است. نام کتاب اصول سته است. یعنی اصول چی است؟ اصول جمع اصل است. اصل یک چیزی رو گوید. ما یبنى علیه غیره. در زبان عربی میگن که الاصل ما یبنى علیه غیره. یک چیزی که اصل یک چیزی هست که به بالای این دیگر چیزها بنا می شود. اصل خانه پایدیوار خانه است. فوندامنت میگن به زبان روسی. اصل خانه پایدیوار خانه است که خانه به بالای پایدیوار بنا می شود. اصل درخت ریشه درخت است که تنه و شاخه های درخت بر ریشه درخت بنا می شود. اصل دین هم معلوم است که این لا اله الا الله محمد رسول الله، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء و ایمان بالله، اینها اصل دین است. و اصول انمین اصل ها یک چند اصل که در اینجا شش اصل که بسیار چیزها به بالای همین اصل داخل میشد. آیا همین شش اصلی که اینجا گفتن آیا اصل دین است؟ قسمی از علما گفتن بله اصل دین است و قسمی از علما گفتن بعضی از اینها مثلا اخلاص الدین لله تعالی. یکمین چیزی که شیخ الاسلام گفتن این اخلاص الدین، این اخلاص این توحید است. توحید من اخلاص است، یک نام. و بیان ضد اخلاص شرک، ترک شرک هم اصل دین است. ترک نمودنش. توحید به وجود نمی آید مگرم با ترک کردن شرک، شناختن و ترک کردن با علم. این اصل دین است. اما باقی مانده مسئله ها گفتن بعضیش خودش خاص اصل دین نگویم هم به درون اصل دین داخل میشد. لیکن در اینجا شیخ الاسلام مقصدشون اصل دین نیست. اصل سته شش اصلهای ششگانه که بسیار مسائل دین به بالای این به همین مسئله بزرگ باز میگردد. در این شش چیز اصل دین هم هست و بعض چیزهایی که به درون اصل دین داخل میشود، به مانند شناخت علما، مثلا بیان علم علما و غیره. لیکن بیان علم هم علما گفتن اصل دین است، زیرا که علم در اینجا توحید است. و بالاخره قسمی از علما گفتن این اصول سته همیشه اصل دین گفتن هم میشود که در آینده با میبینید که چقدر این چیزهای اهمیت دارد. مثلا اخلاص توحید اصل دین است. اجتماع
در بالای توحید دست شدن اصل است. از توحید دور شد شرک کفر شد. بعد از این علم توحید، بیان العلم بیان توحید، علم توحید است. اولیای الله و اولیای شیطان فرقش برفتن، یعنی همین موالات و براءت است، اصل دین است. الله اکبر. و رد شبهه شیطان که به اصل دین داخل می شود، اجتماع در دین، سمع و طاعت و غیره به اصل دین داخل می شود. و اصلی بسیار مسائل به همین اصل است. سته، بعض از علما میگن اصول سته چیست؟ اصلش سته نیست، میگن اصلش از سدس گرفته که جمعش سدوس است. برای من اصلی سته رو سدوس میگن. ستون و ستتون، سدسون و سدسون و سدسون، بالاخره ستون شش. و انا من اصل ششگانه رو پیش از شروع کردن دو قطار مقدمه کردن، دو سطر مقدمه کردن، شروع کردن رحمه الله. من اعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، از عجائبترین عجائبات و از بزرگترین آیات هایی که دلالت به قدرت ملک الغلاب می کند. این چیست؟ ستة اصول بینها الله تعالی بیانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. شش اصولی که الله این شش اصول را بیان کرده است، بیانی که واضح و آشکار است به عوام، بالاتر از این چیزی که شما گمان میکنید. همون قدر الله بیان کرده است که بالاتر از گمان شما، بالاتر از فکر شما، این قدر بیان واضح کرده است. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم. اما بعد از این بیان شدن این مسائل، بعد از این همه آشکار و واضح بیان شدن این مسائل، بسیاری از انسان ها که از عالم حساب می شوند، اهل فکر و خرد و اذکیا حساب می شوند، دانا حساب می شوند، خطا کردند. عقلای فرزندهای آدم خطا کردند. بجز اندک از کم انسان ها این مسئله را فهمیدند. انامین دو سطر اولی سخن شیخ الاسلام رحمه الله، همین دو سطر را ما به شما بیان میکنیم، شرح میدیم. بله برادر عزیزم، در حقیقت این یکی از عجایب ترین عجایبات است. این اعجب العجاب صیغه تعجب است که به دو حالت می آید. در حالت در حیرت موندن، یک چیزی رو می بینید در حیرت می مانید، و در بعضی حالت، در حالتی بعضی از علما میگن ترس و غیره. علمای لغت گفتن که عجب، انمین تعجب کردن، یا کلمه العجب النظر الى شیء غیر مألوف ولا معتاد، نظر نمودن به یک چیزی که غیر عادت است، غیر چشم داشت است. یک چیز میبینید که عادتا این چیز نمیدیدید، عادتا این خیلی چیز برای شما دیدنش یک چیزی عادی و ساده نبود، یک چیزی غیر چشم داشتی عجایبات رو وقتی که میبینید، انا همین رو عجب میگند. اما عجاب چی؟ عجاب عجب یک چیزی غیر چشم داشتی تعجب کردید. عجاب از حد عجب هم بالا میره، تعجب خیلی هم سخت. خیلی که در کتاب اللغه، کتاب العین، مدت عجب ذکر شده است، یا تهذیب اللغه مدت عجب نظر بکید، انا همچنین بیان کردم. و در سوره صافات هم آیت 12 کلمه عجب، یکی از صیغه های عجب در قرآن ذکر شده، بل عجبت و یسخرون میگه. این درباره مختصر درباره عجب بود. اکبر الآیات الدالة على قدرت الملك الغلاب، بزرگترین آیات هایی که دلالت به قدرت ملک الغلاب میکرد. ملک کی است؟ الله است. در اینجا
شیخ الاسلام ملک و غلاب گفته الله در نظر دارند. بزرگترین آیات همین کلمه سبحان الله تاجیکی است، یعنی عربی است لیکن تاجیکو ما هم استفاده میبریم. آیات میگیم. زبان فارسی از همین جهت خیلی زبان خوب است، نزدیکترین زبان به عربی است و 35% زبان فارسی عربی است و برای همین طالب علمای اهل سنت فارس و تاجیک قرآن و سنت را زیادتر از دیگرها، تیزتر و خوبتر از دیگرها میفهمند اگر کوشش بکنند. یکی از یعنی فایده ها انا همین است. بسیار کلمه ها به هم است، مثلا مدرسه، مکتب، معلم و غیر و غیر. و این آیات جمع آیت است. آیت ها نشانه ها، حجت ها گفته میشد، نشانه ها هم گفته میشد. لیکن آیت ها را، یعنی آیت عادتا در لغت علامت است، علامت، نشانه. خیلی که کتاب العین ماده آیه آمدگی است در لسان العرب هم. و انا همین علامت های الله دو قسم است، شرعی و کونی. آیت هایی که شرعی هست، قرآن آیت های الله است. آیت هایی که در قرآن است کلام الله است، حرفش هم از الله است، معنایش هم از الله است. قرآن کلام الله است، غیر مخلوق است. قرآن الله خلق نکرد، الله قرآن گفت، خودش به آوازش، به حرفش الله گفت. اما بعضی کسان میگن که قرآن الله خلق کرد، قرآن الله درونش هم سخن شو گفت شد. این خیلی آدم کافر میشه به اجماع سلفی صالح. هر کسی که قرآن مخلوق است کافر است. قرآن کلام الله است، غیر مخلوق است. مخلوق گفتگی کافر میشه. قرآن الله گفت، انا خیلی به اون حرفاش و البته که معنای قرآن هم به الله میرد، از الله است. قسم یکم آیات ها شرعی قرآن است. قسم دوم آیات ها کونی یعنی از همین چیزهایی که ما میبینیم کونن، از زمین و آسمانی که میبینیم، به مانند آفتاب، ماهتاب و دیگر نشانه هایی که دلالت به بزرگی الله میکند، دلالت به پادشاه یگانه، صاحب یگانه، رب العالمین الله سبحانه و تعالی میکند. الغلاب ملک صفت الله است. خیلی که الله سبحانه و تعالی خودش میگه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این در یک آیه اومده از همه این نام‌های الله. الملک این نام الله است، از اینجا صفت ملک گرفته میشه. و این چنین غلاب. اما غلاب آیا صفت الله هست یا نیست؟ الغلاب این یک صیغه مبالغه از کلمه الغلبه هست. غلبه صیغه مبالغه غلاب، یعنی کسی که خیلی هم سخت غلبه کرده است. لیکن غلبه به معنای نه که یگان جور ضبط کرده باشد، همه چیز در زیر قدرت الله است. علما میگن غلبه به این معنا که ای الذی لا یهزم ولا یقهر من ینصره، یعنی ذاتی که هرگز شکست نمیدهد و غضب نمی کند به همون کسی که او را نصرت میدهد. و سوره یوسف آیه 21 هم به این دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله غالب علی امره. الله غالب امرش است. همه امر در این دنیا و در آخرت کی اداره میکند؟ الله. غالب به این همه این حرکت های این دنیا و آخرت کس الله است. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اما افسوس که اکثر انسان ها نمیدونند، ملحد شدند، مشرک شدند، بیخبرند. بالاخره الغلاب گفتن صفت الله ندارد. اما شیخ الاسلام از معنای همین آیت ذکر کردند غالب علی امره، از اینجا غلاب گفتند. اما آیا الله صفت غلاب الغلاب گفتن صفت دارد؟ علمای محقق میگن الله سبحانه و تعالی صفت الغلاب ندارد. سوره آل عمران آیه 160 هم باز علما ذکر کردند که ای ینصرکم الله فلا غالب لكم.
اگر الله به شما نصرت بدهد هیچ کسی به بالای شما غالب نمیشد. انا همین است که اگر الله کسی رو نصرت بدهد هیچ کسی به بالای او غالب نمیشد. پس این بود مسئله جمله اول. در دوامش میگن شیخ الاسلام بینه الله تعالی بیانا واضحا، آیات‌های رو بیان کرد الله سبحانه و تعالی این 6 قاعده رو که 6 اصل رو که بیان واضح است به عوام. عوام یعنی مردم عادی که علم درک سست و ضعیف است و علم ندارد، خونده حتی شاید نوشته نمیتواند، لیکن فقط میشنود میفهمد. فوق ما یظن الظانون، بالاتر از آن چیزی که شما گمان میکنید، از گمان شما دیده سخت‌تر و واضح‌تر و آشکارتر الله بیان کرد. اینقدر الله در همین کتاب کریمش آشکار و واضح انا همین 6 اصول را بیان کرد که به هیچ گفتار راست نمیاد. هر کسی که منصف باشد همین قرآن گرفته یک مراتبه ترجمهش خواند همین 6 مسئله را میفهمد. یگانه بودن الله سبحانه و تعالی، عبادت غیر الله و انجام دادن شرک اکبر بودن و مشرک بودن کسی که عبادت غیر الله میکند و موحد بودن یکتا پرست، یک دست جمع بودن در زیر قرآن و سنت با فهم سلف این امت، سمع و طاعت کردن به ولات امور مسلمان ها موحدین مسلمین، قدر علم که توحید است و شریعت است و قدر علما و دسیسه های شیطان و شبهاتی که میارد اون برات زدن. همین نمیفهمد. برای همین امروز بسیاری کسایی که از یهود و نصارا مسلمان میشوند سبحان الله میگویی که چرا مسلمان شدی، چگونه مسلمان شدی؟ میگه که وقتی که قرآن را مطالعه کردم مسلمان شدم. او که عربی را نمیداند کدام نمود قرآن را مطالعه کرد؟ ترجمه قرآن را مطالعه کرده مسلمان شد. برای که او فکر کرد مسلمان شد. اما افسوس که امروز مسلمان ها ترجمه قرآن اصلا نظر نمیکنند، معنای سوره فاتحه را نمیدانند که چی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم. معناش ایاک نعبد یعنی تنها و فقط یکتا تو را عبادت میکنیم و هرگز غیر تو را عبادت نمیکنیم و بیزار از غیر تو هستیم. گفتن گپ است. همین نمیدانند. ایاک نستعین تنها فقط از تو طلب کمک میکنیم و غیر تو را ترک میکنیم، از غیر تو طلب کمک نمیکنیم. همین دو آیت برای تمام نمودی بیان توحید بس است و همین دو آیت برای تمام انکار شرک بس است. اگر یک مسلمان همین آیت فهمد. ابن القیم الجوزی در بالای این آیت 2 کتاب نوشته، منزلت یک نعبد و یک نستعین. اما اگر ترجمه قرآن خونی کمی تفکر کرده آهسته یک مرتبه خون توحید چی است، شرک چی است میفهمی. و حالا در آینده ما در این باره صحبت میکنیم. الله همین چنین واضح بیان کرده است. اما کلمه ظن فوق ما یظن الظانون، ظن در زبان عربی به کدام معنی میاد؟ معنای خیلی گوناگون میاد. ظن به معنای اعتقاد میاد، اعتقاد راجح هم ظن میگه. ظن به معنای احتمال نقصانی هم ظن میاد و این چنین ظن استعمال میشه در زبان عربی به یقین یا به شک، هم به شک هم به یقین. این چنین استعمال شده است در قرآن و سنت. سبحان الله. نظر بکنید به کتاب التعریفات الجرجانی صفحه 144 کلمه ظن میبینید که چقدر عجایبات اومده است. برای این یک بایگری زبان عربی، بزرگی زبان عربی رو میتید که شما یک کلمه رو یک معناش رو فهمیدید، همه وقت همون کلمه به همون معنا نمیاد. یک کلمه به یک چند معنا اومدنش ممکن است. مثلا کلمه عین چشم است، همین عین چشمه است، چشمه که از زمین یک نقطه که آب میبرد. همین عین عینه گید یک چیزی معین، یک آدم معین نمیگید. جاء الامیر عینه گید امیر آمد خودش آمد. یا که ببینید کلمه ظن اعتقاد راجح، احتمال نقیض، در یقین و در شک، در 4 چیز معنیش اومدنش ممکن است. برای همین میگیم که سیاق جمله که ما معنای سخن میفهمیم در زبان عربی، سیاق جمله رو میبینیم که کلمه ظن در کدام مورد اومده است. اما اهل بدعت از اینم بیخبر هستند. اهل بدعت یک مبدا القرائت در تاجیکستان میخواند یا نمیخواند، کلمه ظن فکر میکرد که فقط گمان است، فقط کلمه ظن رو در حالت گمان استفاده میبرد، بالاخره گمراه میشه. درست نیست. یکی از
صفتهای اهل بدعت جهلا، نفهمیدنشون همین است. در دوام شیخ میگن ثم بعد ذلك غلط فيها اذکیاء العالم و عقلاء بنی آدم. اما بعد از این بیان واضح و آشکار و کافی و شافی کرده الله که در قرآن این 6 اصل را آشکار بیان کرده است، بسیاری انسان هایی که دانا هستند و عالم هستند و عاقل از فرزندای انسان هستند خطا کردند. الله المستعان، الله المستعان. اذکیاء العالم، اذکیاء جمع زکی هست. زکی چی معنی دارد؟ الذکاء در توجیه هم استعمال میکنن، باور بکن. این مثلا میگن که این انسان خیلی ذکاوت دارد، میگن انسان خیلی ذکی است، میگن یا انسان خیلی ذکاوتمند است، ذکاوت دارد، میگن زبان ادبیات توجیه. الذکاء علما در کتاب لغت عرب میگن الذکاء سرعت الفطنه. مقایس اللغه ماده ذکا نظر بکنید. ذکا زود فهمیدن و زود درک کردن مسئله را ذکاوت میگن. تو ذکاوت داری، انسانی ذکاوت دار بگید یعنی انسانی که فهم قوی دارد و زود یک چیز میفهمد، گرنگ نیست. به زبان تاجیکی گرنگ نیست میگن، فهم دارد، یعنی ذکاوت دارد. عقلا جمع عقل است. زبان تاجیکی استفاده میبریم. عقل و عقلا از عربی است. العقل معناش چی است؟ ضد جهل است. عقل ضد جهل است. خیلی که یا که بگیم عقل نابود کننده جهل است، زیرا که عقل که استفاده کردی جهل نابود میکنه در بسیار حالت. خیلی که علما در کتاب این ماده عقلبه صحبت کردن. بالاخره برادر عزیز، اکثر انسان ها از همین چیزی واضح بیخبر ماندند. آیا گفته شیخ الاسلام شما قبول میکنید محمد ابن عبدالوهاب؟ یا میگید که شیخ الاسلام ها دعوای سلفیت، دعوای اهل سنت، دعوای مبارز و دعوای اسلام دوستدار و دفاع کننده، لیکن از این چیزا خبر ندارد. از همین اصل های ششگانه اولین اصلش که اخلاص است، افراد الله فی العباده، و ضد شرک است که صرف شیء العباده لغیر الله یا که تسویه غیر الله بالله و غیر ذلك. از همین اصل بزرگترین دین بیخبر است. با دعوای شیخ بودن و علم دار بودن نظر کنید به مدخلی های مساکین، جهمی های آذری های زمانه، مدخلی نمین آذری خوبس های زمانه که چقدر کر و فر دارد، غوص میزند. ما سلفی صدقه سلف شوی، تو بخاک پای سلف نمیبروی، تو سلفی کجایی؟ تو کجا هستی؟ تو اهل سنت نیستی، تو سلفی نیستی، تو یک گمراه جهمی هستی. خودش سلفی میگه، ظاهرا خودش بله به سنت های پیامبر کم که ظاهری کار شما را فریب میدید، از توحید بیخبر است. اگر از توحید خبر می داشت مشرک مگر مسلمان میگفت؟ آیا ممکن است که توحید و شرک در یک جا جمع شود؟ ممکن نیست، زیرا که التوحید و شرک نقیضان، ضدان نه، نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان ابدا. توحید و شرک نقیض است، هر دوش در یک جا جمع شدنش این هرگز ناممکن است. آب و آتش در یک جا جمع می شود، دیدیم، اما توحید و شرک در یک جا جمع نمی شود. هرگز شرک آمد توحید نابود می شود، توحید حقیقی آمد شرک باید نابود شود. اما مدخلی مسکین اومده میگه که نه هیچ گم نه، هر کسی که شرک اکبر کرد و هیچ گم نمیگه و مسلمان است، قلبش به ایمان است، این آن است. بالاخره شرک و اسلام در یک جا جمع کرده، مسلمان میگه مشرک است. اگر همین قرآن مدخلی میفهمید، آشکار و واضح بیان شده الله میفهمید، آیا مدخلی همین سخن میگفت؟ نمیگفت. از این رو که مدخلیه که دعوای اهل قرآن، اهل سنت، اهل سلف، اهل حدیث این آن میگوید، از همین شیخ کلونش تو پایینش نفهمید. همین چیزی واضحه. حزبی ها اگر میفهمیدند آیا امروز دعوای حکم غیر الله میکردند و حکم الله ترک کرده خودشون مبارز گفته در همین راه میمردن؟ مگر
اگر حقیقت این 6 چیز میفهمیدن که اولینش توحید است و ضد شرک است، هرگز این کارو نمیکردن. نفهمیدن. همین واضح ترین چیز را حزبی ها نفهمیدن. خواه اخوانی باشد، خواه نهضتی باشد، خواه دیگر و دیگر، خواه 24 باشد، تمام حزبی ها، برای که روش اینها غلط است، مخالف قرآن و سنت است. از همه واضح ترین چیز، اساس ترین چیز، اصل دین، مقصدی تمام آمدن پیامبران که همین زنده کردن توحید و نابود کردن شرک بود. همه نفهمیدن. این مدخلی ها، حزبی ها، صوفی ها، رافضه ها، حاضری ها، اشعری معترضی ها به همین اصل اول که اخلاص است و ضد شرک است مخالف همین است. توحید این کار میکنن، شرک دعوت میکنن. الله المستعان. بله، حالت ازکیای عالم انمین است امروز. چقدر انسان ها خودش امروز زیایی و عالم و والله اعلم صفات های گوناگون میتیاب از توحید بیخبر است. شیخ سلیمان علوان میگه که هر کسی که از توحید بیخبر است، این انسان عاقل گفتن غلط است. این عاقل نه. اگر این عاقل میبود الله هم میشناخت. کسی که اللهش یگانگیش نشناخت، خالقش، ربش، کسی که او را خلق کرد اللهش نشناخت، پس این چگونه عاقل است؟ این جاهلترین انسان است. این جاهلتر و احمقتر و گمراهتر از حیوان هاست. گمراهتر از خر خانه‌اش است. زیرا که حیوان ها میداند که الله رب العالمین یکتا و تنها است. یسبح له من فی السماوات والارض. هر چیزی که در زمین و آسمان ها است به الله تسبیح میگه. این حیوان ها به الله تسبیح میگه. الله المستعان. بله، اکثر انسان ها نفهمید، عاقل ها نفهمید. بجز این اندکی از انسان ها، بجز اندکی از انسان ها این به چی دلالت میکند؟ ای برادرم و ای خواهر مسلمانم که امروز شب روز اهل بدعت تو را میگه که خودت موحد میگویی، تو چند کسی؟ شما کمین، 2 کسین، 10 کسین، 100 کسین. ما صوفی ها 1000 کس، مدخلی ها سنترمون در مدینه، شیخمون ربیع ما 10,000 کس، ما حزبی ها چقدر هزارها کس، 40,000 اعضا داریم و غیره و غیره. تو موحد 1000 کس هم نیستی، کم هستی. چند طالب علم داری؟ اینو آنگویان به تو شبهه میکنند، کمی کتی تو را طعنه میزنند. قسم به الله، برادری عزیزی من ابو عبدالرحمن حفظه الله شاهد است که یکی از اهل بدعت رو بروی ما گفت، قسم خورد و گفت که شما حقت، 100% حقت، اما من همراه شما شده نمیتونم برای که شما تنهایید. برای همین من همراهی حزبی هستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما تنهایید. انا همین است که بسیاری انسان ها نظر میکنند که کدام جماعت بسیار است، فکر میکنند که بسیار بودن حق است یا بسیار بودن خوب است، حالا که کلمه اکثر، کلمه بسیار، بسیاری ها در قرآن بجز به حالت مذمت در دیگر حالت ذکر نشده است. والله اگر نظر بکنید، من این مسئله را خیلی تحقیق کردم. کلمه اکثری که در قرآن آمده است، اکثر انسان ها فقط به حالت مذمت آمده است و کلمه کم به حالت سبحان الله مدح آمده است. اولا نظر بکنید، شیخ گفتن که بجز اندکی از انسان ها دیگر نمیفهمد. الله در سوره سبا آیه 13 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، و کم از بندگان من شکرگزار هستند. امروز 6 میلیارد 7 میلیارد انسان ها در روی زمین زندگی میکنند. 2 میلیارد اونها مسلمان است به حساب عمومی. از این 2 میلیون چند میلیونش رافضه هست، چند میلیونش صوفی است. آیا رافضه و صوفی که قبر پرست شکرگزار الله هست؟ نیست. قبر میپرستد و شکرگزاری الله نیست. چند میلیون دیگرش حکم به حکم غیر الله راضی شد، مراجعت به محکمه طاغوتی به راضی شد و حزب هایی که دعوای اسلام به حکم غیر الله میکنند، اینها آیا شکرگزاری الله هستند؟ نیستند. اینها شکرگزاری الله. چند میلیون دیگرش نماز شب روز ترک میکنند، نامش مسلمان است. میلیون ها انسان نماز ترک میکنند. حساب کتاب عادی در تاجیکستان 98%، 95%، 94% میگن که مسلمان است. چند درصد نماز نمیخونند؟ گفت با 90% نماز نمیخونند میگه بعضش، یا 80%. بالاخره کسی که نماز نمیخونه مسلمان است. همین چنین حساب بکنید.
آیا که کسی که نماز نمیخواند این شکرگزار الله است؟ شکرگزار الله نیست، کافر است. تارک الصلاه کافر است. پیامبر گفت من ترک الصلاه فقط کفر. در روایت دیگر فقط اشرک. هم مشرک هم کافر است. مدخلیه که اومدو این مشرک دید که در گرد قبر طواف میکند، الله یک طرف گذاشته از قبر طلب کمک میکند، الله دشنام میدهد، استهزا میکند، به حکم غیر الله حکم میکند، میگه که هیچ کم نیم مسلمان است. آیا بنده الله شکرگزاری کرد؟ آیا قدر الله دانست؟ اگر قدر الله میدونست از مشرک برآت میکرد. برآت ندارد، قدر الله ندارد. و ما قدر الله حق قدری. علما میگن و ما خاف الله حق مخافتی. از الله چگونه که باید ترسد نترسیدند. قدر الله ندانستند، شکرگزار الله نیستند. اینها اندک انسان های هست که امروز شکرگزار الله هست. عیناً این سخن الله است. کم از بندگان من شکرگزار است. یک روز یک انسان در گرد خانه کعبه در حیات عمر بن الخطاب رضی الله عنه دور میزد و همیشه یک دعا میکرد: اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل. ای الله مرا از زمره قلیل کمان گردان، ای الله مرا از زمره کمان گردان. عمر گفتن که این چی دعا است؟ بگو ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این آدم گفت که اجعلوا على داود شکرا، اجعلوا على داود شکرا والله علم و قلیل من عباد الشکور. مقصد من همین است، مرا از جمله کمان گردان که بنده بهترین تو باشم. یعنی از جمله کمانی که خودت گفتی من باشم. بالاخره در اینجا ببینید الله گفت بنده های کم شکرگزار هستند. و درباره ابراهیم علیه السلام ببینید، ابراهیم تنها بودند. خودشون در همون زمان تنها مبارزه می بردند با قومشون. الله سبحانه و تعالی ابراهیم را چه گفت؟ ان ابراهیم امه قانتا لله حنیفه ولم یکن من المشرکین. همانا که ابراهیم امتی قانتا لله، یک بنده پرهیزگار و عبادتکار و راست قول و راست عملی الله است. حنیف است. حنیف یعنی کفر و شرک و باطل را ترک کرده، به طرف حق رفته، به طرف توحید رفته است و از جمله مشرکین نیست. ابراهیم تنها را الله امت گفت. پس این دلالت میکند که امت بودن شرط نیست که میلیون کس باشی بعد امت هستی. حق بودن این دلالت نمیکند که هزار و میلیون و صدها باشی پس تو حق هستی. یک نفر باشی، یک تو پرست باشی، در اساس قرآن و سنت و سلف صالح اعتقاد داشته و عمل کرده باشی، یعنی تو امت هستی و تو حق هستی. در حالت معدوم اصحاب کهف هم 6 نفر بودند. الله اکبر. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عباد الشکور. اعملوا، عمل بکنید ای آل داوود، خانواده داوود، شکرگزار باشید و کم هستند از بندگان من که شکرگزار هستند. بله، طرز درستی یادم است. اما اکنون نظر میکنیم بعد از اینکه ما کمی را دیدیم، ببینید الله درباره کمان چی گفت؟ درباره ابراهیمی که تنها است امت گفت. اکنون به شبهات این مبتدعین گمراه گشتگان جواب میتیم و میگیم که امروز این شبهه زدگان، گمراهان و مشرکان میگن که شما کم هستید و ما بسیار هستیم. بسیار حق است، بسیار حق است میگن. خیلی که امروز صوفیان هم شب روز دیده ساده اشعری، ماتریدی، مدخلی اینا مینازن که ما بسیاریم. گفت الله چی میگه؟ سوره بقره و تصدم به الله میگه بل اکثرهم لا یؤمنون. بلکه اکثر انسان ها، بسیاری انسان ها ایمان نمیآورند، به ایمان. اکثر انسان ها به ایمانند. اگر اکثریت کتی حق باطل جدا میکردیم، آدمای شکرگزار موحد کم هستند، اکثریت به ایمان هستند. چیکار کنیم؟ اکثریت به ایمان هستند، گفته به ایمانی را کفر شرک مگر حق میگیم؟ نه، اکثریت و کمیت این دلالت به حق بودن باطل بودن نمیکرد. باطل بودن معیارش قرآن و سنت است، فهم سلف است. بسیار باشی هم قرآن و سنت فهم سلف نمین است، الحمدلله. بسیاری کم باشی هم نمین است. هرگز شکست دل نشو که اهل بدعت زیاد است، یا هرگز به شبهه گرفتار نشد که اینها زیادند ما کم هستیم پس اونها حق هستند.
در سوره مائده 103 الله سبحانه و تعالی میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثر انسان ها عقل ندارند، عقل درست و اندیشه درست ندارند. ببینید عقل درست و اندیشه درست اگر می داشتند گمراه نمی شدند. همین مدخلی ها، آزیری ها، حزبی، صوفی، رافضه عقل می داشت مگر گمراه می شد. حجت می رسانی معنای آیت دیگر می کند. حجت می رسانی قبول نمی کرد مگر عقل داره این کار می کرد. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 111 میگه ولکن اکثرهم یجهلون، بلکه اکثر این انسان ها جاهلند. عالمان نگفت، جاهلند. در سوره انعام آیه 106 گفت و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر اطاعت کنی بسیاری این انسان هایی که در روی زمین هستند گمراه میکنن تو رو از راه الله. یعنی بسیاری انسان هایی که در روی این دنیا هستند اگر تو اطاعت کنی اینها را از راه الله گمراه میشوی. هر کس اطاعت نکن، این خطاب به پیامبر و به امتشون هست. برای همین سلف صالح چی گفتند؟ گفتند که لیس العلم بکثرت الروایه، علم داشتن و عاقل بودن به بسیار خوندن و بسیار دانستن نه، بلکه انما العلم باتباع الکتاب و سنت، علم با پیروی شدن از قرآن و سنت است. برای همین نظر کنید که از کی علم میگیرید. این عالم زور است گفته کتاب زور از یاد کرد، بسیار حافظ است، بسیار میداند، نه، این پیروی قرآن و سنت با فهم سلف امت گفته بعد عالم شوید. کسی که پیروی قرآن و سنت نباشد از او درس نگیرید و اون عالم هم نگوید، بلکه گمراه است. در سوره یونس آیه 36 الله میگه و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در اینجا ظن به معنای شک آمد، نه یقین. الله گفت که پیروی نمی کنند اکثر اینها بجز شک را، شک و شکوک، و این گمان و این ظن چیز از حق را غنی کرده نمیتواند. پس انا این بود که اکثر انسان ها از حقیقتی بزرگترین چیز بیخبر موندند، توحید. همون از همین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ضد شرک بیان می شود تا سوره قل اعوذ برب الناس. یکی مردم نفهمیدن. مشکلی در نفهمیدن اونها است و بسیاری این مردم فهمیدن نمیخواهند. به اینها شما اگر فهمانید سبحان الله شما را طعنه میزنند که شما مجنون هستید، ساحر هستید، افسانه میگویید، دیوانه هستید، امنیت نمیخواهید، زیان رسانیده شدید. این مردم میخواهند که در همین حالت جهالت باقی مانند. خود اینها جهالت اختیار کردند، خود اینها دشمن حقی اختیار کردند. الله المستعان. امروز ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت عیناً همون ابتلای را میبینیم که به بالاهای انبیا و علمای پیش از ما گذشتگان آمده بود. عیناً همون تاریخ دومین مراتبه به بالای ما یا مراتبه دیگر به بالای ما یک مراتبه دیگر تکرار شده است. خیلی که امروز میبینیم یکیش میبرد میگه که تو بین ما تفریقه انداختی. عیناً همین طعنه‌ای که به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم گفته بودند. ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو در قریش در بین پدر و مادر و فرزندش تفریقه انداختی. نام قرآن فرقان است، جدا کننده بین حق و باطل است. یکیش میگه که امنی ما را از دست بردی. کدام امن؟ توحید امن است، شرک کفر هم نیست. به سبب شرک کفر این عذاب الهی که به سر انسان ها میاد این چی است؟ یک روز میبینی سیل، یک روز میبینی شمال، یک روز میبینی طوفان، یک روز میبینی سنگ بارید است. غضب الله میاد. توحید این سبب برکت است و نجات است. اما افسوس که انسان ها حق را باید گوش کنند و فهمند، لیکن خود را به این بهانه اون بهانه دور میگیرن. برای چی؟ برای که شیطان زینت داد.
شیطان گمراهی رو به اونها زینت داد. با همین این مقدمه که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب کردن به پایان میرسونیم و در حلقه آینده یکمین این قاعده رو از قاعده های ششگانه، اصول رو، یکمین اصل رو از اصل های ششگانه به شما شرح میدیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شیخ جزاک الله خیرا. الله جزا خیر تو باردرم صحبت میکنی؟ بله برادر عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همون سوالی که اخی عبدالرحمن داد همون را پراتر فهمیدنیم که همون کمپیری که تاجیکستان میروه همون نبیرک بالغ نیست، میتونه که خودش طاقت بروه. انسان تا بلاغت رسیدن برادر عزیز دو مرحله دارد، مرحله کودکی و مرحله تمیز میگن. و افسوس که در تاجیکستان ما از سبب این علماهایی که امروز هستند که حتی علم فقه نمیدانند، انا همین چیز بیان نشدگی است در بین مردم. تا بلاغت همه حکم کودک میتن، این جهالت است. بلاغت عادتا از نظری سنت نظر بکنید یا مرد یا ریش میبرورد یا که احتلام میشود یا که 15 ساله میشد. اگر ریش نبرورد یا که احتلام نشد 15 ساله شد، در 15 سالگیش تمام بلاغت برسید. زن هم موی زیر ناف و غیره و هم حیض دیدنش و هم سنی سالی 15 سالگی و هم احتلام یک چیز زیاد میشه. این در سن 15 سالگی بلاغت است. اما پایان از 15 ساله همه کودک نیست. خیر کودک گفته از سن روزی که تولد شده این کودک است تا سن تمیز. سن تمیز رو علما بیان کردن که سنی که در همون وقت مرد و زن جدا کرده، این زن، این مرد، این نغز، این گنده غیرت کمتر پیدا کند و نوتر شود، بعضی گپ زده تواند، این سن تمیز است. به سن 8 9 و بعض از علما گفتن 10 ساله سن تمیز است که پیامبر گفتند در سن 7 سالگی کودک ها رو امر کنید به نماز و امرون بالصلاة و هم ابناء 7 و اضربون و هم ابناء 10. فرزند ها رو دعوت به نماز کنید وقتی که 7 ساله هستند و در سن 10 سالگی نه زنید به نماز. اگر نماز رو سستی کنن به خاطر نماز زنیدشون، زیرا که 10 ساله شدند. ولی بلاغت 15 بست. ولی 15 در کجاست؟ پیامبر سن تمیز گفتند. در اینجا علما گفتند سن 10 ساله انیخ سن تمیز است. حتی ابن جریر طبری رحمه الله میگه که کودکی که از کودکی گذشت به سن تمیز اومد که 10 ساله 11 عقل دارد، میفهمیدگی شد و توحید نفهمید، گشته به دلیل هاش گشته بو از دین اعوذ بالله سخنهای وزنی. برای ما میگیم که کودکی که 8 9 10 شد، بعضی کودکو ضعیفتر است، بعضی کودکو قویتر است. خصوصا 10 ساله 11 ساله اگر همچنین باشد اینها همچون محرم در زمان قدیم نباشدم، این زمان ببینید می برود مبین یک وقتی کم 2-3 ساعت به رفته میرسد، برده تو ایرپورت فرزندش میموند، از درون ایرپورت به سملود میشند، قطعی مردم با رفته از تاجیکستان میفرد میگیرد. در این حالت جایز است. اما اگر کودک باشد به سن تمیز نرسیده باشد، 5 6 7 ساله 8 ساله باشد که سن تمیز نرسیده باشد، در این حالت محرم نمی شود و کسی که محرم نیست تنها سفر کردنش درست نیست. والله اعلم. کسی که زنی که محرم ندارد تنها سفر کردنش درست نیست. جزاک الله خیرا. اینجا یک خواهر سوال دادیم که یعنی شوهرم کفر بالطاغوت دارد، منم کفر بالطاغوت دارم، لیکن شوهرم میگوید که تو نباید تکفیر بکنی. من چیکار کنم؟ باید زندگی کردنم جایز است یا نیست؟ یا پورا بخونم شیخ؟ السلام علیکم. این مسئله بله بخونید. مسئله زن شوهر مسئله خطرناک است. ما یک چند مرتبه دیدیم که بعضی زنها آمدن از سخنهای ما استفاده کردند و بر ضد زنشون و بعضی مردها بر ضد زن، بعضی زنها بر ضد شوهر استفاده بردند. قصه را زن نقل میکند
دیگر است، مرد نقل میکند دیگر است. برای همین ما در اینجا فتوا نمیتیم. فتوا این مسئله زندگی رو ویران میکند. از دو جانب اگر نقل شد بعد این دیگه گپ است. شاید از شوهر این دختر بیاد، این شوهر این خواهر بیاد بگه که بله من این گپ گفتم، لیکن به خاطر چی گفتم؟ به خاطر این گفتم که این بجای بیجا علم به علمونه هر گجا که خواهد تکفیر کردن گرفت. من برای این گفتم که تو تکفیر نکن، تو منهج فهم، لیکن هر کس تکفیر نکن. از پیش خودت گفتن شاید این خیلی گفته باشد و این گپش درست است. کفر به طاغوت داشته باشد، یک برادر موحد باشد، ما در حق او گمان نیک میکنیم. یک برادر اگر توحید داشته باشد گمان نیک میکنیم و اگر او به زنش گفته باشد که تکفیر نکن، بالکل تکفیر نکن، اسلام اند تکفیر نیست گفته باشد، البته این معروف است که کفر است. اما گفته باشد که بله تکفیر است، تکفیر کرده میشد، مشرک است این اون، لیکن تو هر کس نفهمیده این کفر نگوید، این گپش درست است. برای که بعضی ها فکر میکنن که تکفیر از دین است، تمام کن چپ و راست همه گیری چورا کی خواهند تکفیر. بعضی کسا تا این درجه دین به نفسش استفاده میبرد که یک کس هم که یک پله چای گرمت یادم چای گرم داد تو کفری گفتد، کی را گنده بیند همین تکفیر میکند. همه خودش نفسش به این خیل زنم دیدیم، همین خیل خواهرا هم دیدیم و همین خیل مردا هم دیدیم. دین به نفس خودش همیشه میخواد که دین در زیر نفس او باشد. دین به این اطاعت نمیکند، نفس این در زیر اطاعت دین نیست، بلکه این میخواد که دین در زیر نفس این باشد. این مؤمن نیست. ولی چلی که پیامبر میگن لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یکی از شما مؤمن نمیشه تا همون زمانی که هوای شما تابعی انم قرآن و سنت باشد. دین مسائل منهجی، مسائل دینی رو برای نفستون استفاده اگر الله اجازه داده باشد بله، لیکن خود شما دین نفس خودی خطای خودتون براست نکنید. بارک الله فیکم. برای مسئله دو یک خانواده مسلمان به ما همون وقت گپ میزنیم که شوهرت هم قطعی خواهر گرون بیاری انشاءالله صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله نگهدار باشه استاد عزیز. یک سوال داشتیم، همین درسای توحید گوش کردیم. شرک اصغر همین کفارش چی باشه استاد؟ شرک اصغر کفارش یگانه گناه است. معذرت خواهی میکنم، یگانه توبه هست. کمی سبقت اللسان شد. یگانه گناهی که اینجا مقصدم توبه کردن از این بود، لیکن سبقت اللسان شد. یعنی شرک اصغر یگانه کفاره که دارد این توبه از این گناه است. شرک اصغر و شرک اکبر هر دوش بخشیده نمیشود. بعضی ها از جهمی و مرجعه ها میگن که شرک اکبر و کفر اکبر این بخشیده نمی شود، اما شرک اصغر و کفر اصغر هر دوش برابر است و بخشیده می شود. این منهجی باطل است. بلکه ببینید کفر اکبر و شرک اکبر و شرک اصغر این گناه های بزرگترین است که انسان اگر توبه نکرده میرد بخشیده نمی شود، حتما عذاب می کشد. یگانه کفاره این گناه ها، کفاره به این معنی که یگانه خلاصی روزی شدن از این گناه ها، یگانه حالتی که انسان از این گناه خلاص شده پاک می شود توبه هست. در زندگیش توبه نکرده مرد تمام. البته کفر اکبر و شرک اکبر توبه نکرده مرد ابدالابد در جهنم است. اما شرک اصغر عذابش می کشد سالهای زیاد، بعد از حتما عذابش می کشد. مثل گناه کبیره در زیر مشیت الله هست نیست، این خیلی نمیگه. در شرک اصغر مشیت در زیر مشیت الله هست نیست، بلکه این حتما عذاب می کشد، بعد به جنت می رود. که ما در همون اولای مقدمه های درس توحید اینو بیان کرده بودیم و باید همین خیلی خوب دقت بدید. زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء و در دو جای قرآن که سوره نساء 48 گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. همانو که الله نمی بخشد هر آن کسانی رو که به او شرک قرار دادند. الله نگفت که شرک اکبر،
الله بالعموم شرک گفت، هم شرک اکبر و هم شرک اصغر، و به همین جا داخل میشد کفر اکبر را. نمی بخشد گفتنش معناش این نیست که تمام شرک اکبر کردی جهنمی، تو دیگه توبه کنی هم قبول نمیشد. بعضی ها همچنین از سبب جهالت همچنین میفهم. نه، این معنا این رو ندارد. معنایت همین است که اگر کفر اکبر رو کردی، شرک اکبر رو کردی، وفات کردی و بی توبه مردی، بی توبه وفات کردی، توبه نکرده، ترک نکرده، ابدالابد در جهنم میسوزی، دیگر راهی نجات نیست. الله المستعان. اگر به تو اسلام رسیده باشد و این حجت ها رسیده باشد، ابدالابد جهنم است. اما یک کس در درون غار باشد و در درون افریقا در اون صحرا باشد و هیچ شرک کفر کرد، مشرک است، لیکن هیچ حجت اصلا نرسیده باشد، این امتحان می شود. لیکن امروز این خیلی انسان نیست. شرک اصغر هم عیناً همین است. شرک اصغر کردی توبه نکردی حتما از اون میکشی. اما این آیت دلالت به مرگ میکند، یعنی توبه نکرده انسان اگر وفات کند الله نمیبخشد، اما پیش از مرگ توبه تا روز قیامت دروازه‌اش باز است. لا ينقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها، میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم. توبه قطع نمی شود، یعنی توبه شما قبول می شود تا همون وقتی که آفتاب از عکس از طرف غرب بالا می شود و شروق می کند. در روز آخرت که وقتی که نزدیک می شود، یکی از علامت های بزرگترین همین است که از 10 علامت بزرگ، آفتاب به غرب می شند و باز از همینجا می براید 3 روز و بعد از این باز به عادتی وقتی که همین حالت شد تمام، توبه کردن حجت ندارد، توبه کردن قبول نیست. اما تا اون وقت الله قبول میکند و انسان هم تا وقتی مرگش توبهش قبول است. ان الله یقبل توبه عبده ما لم یغرق. الله توبه بندهش رو قبول میکند تا همون زمانی که غرغره نکرده باشد، در وقتی پیش از غرغره باشد. الله المستعان. برای همین شرک اولین گناه شرک اکبر است و کفر اکبر است، و بعد از این شرک اصغر است، کفارش توبه است، و بعد از این گناهی شرک اصغر است و گناه کبیر است. الله استعان بکنه. مثال گناه صغیره همی شرک اصغر اویش که نمیدونیمش، که مثال نمیدونیمش که چه خیلی توبهش کنیم. توبه چرا نمیدونید؟ شما اول همه شرک خودتون اول شرک اصغر میآموزید و بعد از شرک اصغر آموختن عملهای خودتون میبینید که شرک اصغر دارید. اگر شرک اصغر داشته باشید توبه میکنید. توبه چه خیلی است؟ ما توبه بیان کرده هستیم در همین درس اخیرش. توبه بعضی از علما میگن 3 شرط دارد و بعضی‌هاش 5 شرط دارد. میگن شرط یکم، شما باید اعتقاد کنید که انا همون عملی که شرک اصغر بود باطل است، انا همون عمل انجام دادنش باطل است، درست نیست، حرام است. یکم همین اعتقاد میکنید. بعد از این انا همون عمل ترک میکنید، یا که اول عمل ترک میکنید، اول شرک اصغر یک بار ترک میکنید و اعتقاد میکنید که همین عمل کردنش حرام است و باطل است و شرک است، و بعد از این به این عمل هرگز باز نمیگردید و از گذشته کرده هایتون پشیمان میشوید و همیشه از الله طلب مغفرت میکنید که الله شما رو بخشد. همین 5 شرط که توبه به وجود میاد. توبه فقط الله منو بخش گفتم تو بیمال گشتن نیست. توبه شرک اول دانسته شرک بودنشه، همینه ترک میکنید، همینه باطل میدانید، طلب مغفرت میکنید، پشیمان میشوید و باز نمیگردید و بازگشتن به این گناه به مانند بازگشتن به آتش میدانید. یک لحظه برادر عزیزم شما باشید، یک 5 دقیقه. جزاک الله خیرا استاد. اخی عبدالرحمن، بله جان. همو مسئله که دیود دست رحیم با عروسی میفهمیش استاد یا برگه میپرسیم. انشالله. برای فرزنده عروسی دا هم خیلی فهمیدن شد که استاد برادرو که گفتن ختم گفتی بود که استاد چی میگم؟ تمام استاد 5 دقیقه تو استاد وقت سایتو می رکلامش نی. انا امروز یک ویدیو تماشا کردم، شادی گدایفه یک اکتیور نفهمیدم شاعر در یک کارخانه همی فرهنگی تاجیکستان در همی جای
дар бораи ҳазрати оиша камтар гапшо мерава. Ӯ одам дига хеле дурӯғ чӣ мекунад, ҳамиёра бояд шумо рад бизанем, мо фикр менам. Камтар таҳмат менан ба фикрам. гӯё ки ҳазрати оишаро гирифтанаш сабабаш ай кадми кофири спасад чӣ кардааст, кадми хоҷаш рафтааст, и кардааст. барои ҳамин хотир ҳазрати оишаро гирифтааст ки ай куфр, ай одами кофир гирифтанда гӯё ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гирифтааст. як таҳматҳо як гапҳое мезананд, ҳайрон мешавед. ҳошим гадо зинда я актёра, як кадме ози бо рекламаш кайсан, кадом корхонаи фарҳангай, кадом чидая ки бо раис ира ҷавоб метиҳам, ҳар даштада масалан. Ман видеош силкаша ёфтам ҳамиҷа, агар ки мониш ай 5 минуту 50 секунд сар мешавад ҳамин гап. алло истокат ага иншаллоҳ хеҷон ага монда. амирам бояд бародаро рад бизанам ки вахил одамое ки нафаҳмам ба гапи ӯро бовар мекунам. аз добои динфурӯш ман намедонам ино чиштаги. мега и одамо қуръону ҳадиса мехонанд, историяро намехонанд, ҳар таҳматҳо мекунанд. баъд амо гадоев мега амо шоди гадоев айномшам чин аҳамият надодум. сураи бақара мега барои чӣ омадааст, чӣ ба гов гуфта омадааст. бигем ки ақл қати бисёр кор кайсан не. номиш аз он сабаби амин мебиёд ки масъалаи гов мегзарад. насат яҳудиё мепурсанд ки чӣ хел гов асту чӣ асту чӣ нест. як тазаввуҳат динфурӯш. аллоҳ хорашон. амин. гурӯҳе ки ҳозир мепартоям бародаро, аллоҳ субҳанаҳу ва таоло истон ки омад ахи ки он чизи парстагим омад дар канал он неодарост мега канал маҳкам кард ҳисаб шинӣ. аммо қайём ҳамиҷа омадагӣ да саволи болоша хундӣ, ахи ҳаниф гуфт ку боло да наистагӣ буд ки бо дигар гапош да наистагӣ буд ки ба гуфти шумо ҳамун болоро агар аҳамият медодӣ, ба гуфти шумо одам зино кардан бигираву ҳаромаш бидона кофир намешава. пас таянни мақсад ҳамин кора кардан бигира. устод ҳамишел гуфта савол дода буд, аҳамият надодӣ. این سلکی من پرستگی ماست. کسایی که قرآن خونده نمیتونین میخواید قرآن رو یاد بگیرید انشاءالله به نمی سلکه کپی بکن در پویسکی تلگرامتون گذارید پیدا میشه درس قرآن ساعت 6 مسکو آغاز میشه انشاءالله. قرآن مثلا خوب خونده نمیتونید یا تمام خونده نمیتونید فرق نداره. انشاءالله بید الله سبحانه و تعالی خواست الله سبحانه و تعالی به وقت نزدیک انشاءالله خوندن یاد میگیرید. الله استاتون کنه. من کامنتر رو بکشم. و کسایی که خوندن نمیتونید شرم نکنید از اومدن. انشاءالله بسیار برادرها خیلی یاد گرفتن الحمدلله. برادرهایی که اومدن. الله جزای خیرشون بده. درس بو فکر نکنید که درس ها پولکی است. درس بی پول است. قد بید انشاءالله. الله استاتون بکنه. کتاب هم ضرور نیست. همین تلفن تون که بید کتاب هم خودمون ما برای شما میپرتیم همیشه دسترس میکنیم. اخی بعد کامنتاری هم بود. شدم اخی. نه звук отключен нишон дойсаст. Не шудам, да, шудам ахи. Анак шуд.
خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص الدولار مستقر بارتوين. حاضر پارتومینا کدمتی بعد گوش منه بینه نکی رامون فکر میکنم که برادرو باید رد بزنم. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ سوال داشتم امی درباره می اشریتو امی اشریتو حاضر کی است؟ حکم اونها کی است؟ کفار مشرکین هستن. حاضرتون پیشینشان. سلاف 500 سلاف نقل میکن والله علم امام ابن القیم جوزی تکفیر کرده. من همین روز بودم که اشعری و ماتریدی کافرن خوارجی هم بودم دلیتو کلا. بله درس قرآن برای مرد هاست. اینجا پرسیدن اخی عبدالرحمن بخشش برادر. برای مردها برای زنهایی که میخوان چیکار نمیشه درید لچکام نستید شما دور میکنیم ان شاء الله برای زنها. اخی جان برای زنها هست بله تلگرام دارم ان شاء الله خدمت رسید. تمام هست. وای مثلا اینجوری اوبش کردن نمیشه. سعید زنها رو برادر رو ندید. برادر اونجا دارم چیکار میکنن اخی. خیانت در مورد نشسته نمیدونم. از اونجا گاب گفته بیرون برود. بله اون نه این برادرها هم سن روان و دایی که مال برادرها در من در سطح بجایی شیخ در سطح بجایی با مردم دیگر مردم روززبان قتلی چی کردم علی الخدای را گریب برورد آذری گفت آذری را تکفیر نمیکنه رو تا سیاه کردیم من کتاب علی الخدای را سید مثلا من قبل محترم میخونم در نوع حجتاش میگم که آذری را تکفیر میکنه شرک اکبر کفر اکبر در عذر نمیتیه علی الخدای کارشون کندگی یک کتابی عذر بالجهل داره یک مونه عالمی که خیلی فصیح گوزده در باره عذر بالجهل علی الخدای را سبحان الله مجتهد الله آزادش بکنه بله دیونه بعد شیخ همین انسانی که بگه که دعوت نکن دعوت بخشی نکن در این باب مسئله این یک دعوتی را آورده ای که مثال دعوت خطای خودت فکر کردگی خودت پریدومت کردگی با سوی الله دعوت نکن در روی الله دعوت نکن همین انسان حکمش که همین سخنی کفری نیست اگر دعوت به تمام انکار کرده باشد این سخت کفری است لیکن اگر انسان معیم گفتگی باشد که بارک الله فیکم مثلا تو علمت نمیرسد یا که الان مثلا شرایط نمیبردارد و غیره اگر اون سببش ذکر کرده باشد البته خطا کرده است هر یک انسان باید وظیفه دار است که به قدر استاتش دعوت نه برای برمت بشکوکی برمت گفت که تزبلوچی و با برمت با همون برمت گفت زبلوچی بسوی عقیده ای که مثال بسوی دعوت کردی و دعوی مثال این دین خود پریدومت کردگی و دعوت نک اینجا در مثال اینجا در دعوت نک مردم دین اسلام هم خیلی میگن کفار مشرکین هستن اگر هم بیت توقت مثلا گپ زدیدن بگفت که این گپای خودت مثلا ساخته است بافتد اینا کفار مشرکین هست اونا یک خودشون مسلمان گندن و گمان دارن که مسلمان هستن این معنی لا اله الا الله را نمیدونی الله یو را هدایت میکنه اصلا دل مردم نمیدونستی هم مردم که کلون ریشوش رو پخته بری سفید چالموی سر در بوری سر همی کتزن کتخر گفتی همون که بولوگزار همون معنی لا اله الا الله را نمیدونه برجوکسی را بولو را گرفت از بر بولو را گرفت دا او رو ونی او ششته نمیشه دا هوا دهنی او نمیشه این اصلا دلتا گمرو بود یعنی مرد که کلون و هم که گنده هستن که اخی عبدالرحمن دایت داری کتاب فارسی سرگذشت صحابه بودن اما یک از پرسیده کتاب سیلکش همیشه پرسته بگیرم برادروز کچت کنن و فارسی
توفوني قلم مستفي لما أنا يفتحوا لي يوم شو خواتم نما دارمش در تلفنمو برای کدوم پرسیده است برای یوم میگم. يا أخي جو من مثلا من السلك بسنا كنا دريك توفونا واه شیخ یک سکون بس که من یک سوال یک برادر سبحان داد من یا نمیشناسم این کی است شما شاید بشناسینش یک نام شیخ گرفت والله عالم این کی است من نمیدونمش من همین سوال داد که بپرس یک بار عبدال نمیدونم عبدالعزیز ار رجی مای رجخیه عبد العزيز راجحي بله کی است همون شیخ يا عالمي هست عالمي حاضر هست زنده است من لكن اپلیکیشن خوب نمیدونم شمار کنم نه سوال نه که همش ممکن است گوش کردن برادرای طرف کی است طرف کفکاز آدمی هم گفت میشناسنش برادر طرف کاوکاز همین نادر ابو خالد ترسو دارن اونا گوش بکنن او پریودایی که کرده استودن هر پریود چی بخورد سخیش عبدالعزیز راجعی تو هندون دانستن نیمش کردی نیست و تعریفی ها تعریفی در زندانه ها بله بله عبدالعزیز علی الخدای را کروجین بعد با خالد الرشید مثلا بسیار نه یا واقعی عالما را اخیستش هست او عالما را به فهم ترجمان های مدخلی ها گوش میکنن برای همو چون هم میرسه نه به فهم علمای فهم برادری موحد گوش بکنن که اینا میفهمند چرا این مدخلی ها همه را جزی کردن که همون طرف های بسیارتر مدخلی ها هستن با فهم شاگردایی که میفهمن با فهم شاگردای بسیار است پریوچکای خالد الخدای جایکو شاید بله بله با فهم انا مو میفهمن که با خین از دست سبحان الله این پریود که چه باید دارشاب کنن همین فولای جوان قطع میکنن که مردم با هم پریوچکای گبرو اخیرا نگاه میکنید همین مدخلی که من در قزاقستان دیدم همون تقیف امیرالمومنین میگن که همه علما رو گوش میکنن نمی مقصد که علمای نمی راجعین نمی علمای مجتهدین گوش میکنن لیکن با فهمی که با فهم همو شیخشون با فهم همو مقصد که همو پروچکای خشون گوش میکنن اگر نه که واقعا کتابای اون رو بخونن چی نمیکنن یا نه نظرت الله از مجموعه الفتاوای ابن تیمیه میاره میگه که دیدن میگه در همینجا چون که ابن تیمیه تکفیر کردگی نیستن نه که عذر داده هستن پس کسی که همون چی با چی میکنه کو خودش مهم علم کده است با جو کده است اگه دامجم خیلی نوشتگی نیست برادر استاد اومد مقصد کی اومد چه خبره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله حياك الله. معذرت خواهی میکنم برادر عزیزم الله استون کنم. استاد یک سوال دیگه داریم بخشش در برای فرزندوی ما رسید کلام شدگان بخشش برادرو قبولای سوالاتو همینجا کلام شدگان همین مسئله رحمان رحیم گفتی همین رحیم شبا عروسی مقصد ترجمهش یک نکرده که ایو دیگه خیلی فهمیدن دیگه جدا دیگه خیلی فهمیدگان همین را چی خیلی شه انیقش نمیدونم روز که چه خیلی میشده باشد برادر عزیزم. از یک دقیقه منو شیخ من باوسی مدرس من کتاب بفرمایید. مثلا تازبان روسی میشوه که یک سکون میشوه که سیمینیم الله سیمیل استواگو میلاسر نگو انا اخی شاید امیرا میگن که میلاسردنی گفتن امی ابو نادر گفته است که میلاسردنی این سلو و کارنش ایسرد سای ممکن نیست میلوشی باید بگوی اینجا در میگه که سیمینیم الله میلی کفسم ایتا میلی در میروی دنیا برای همه را милосердный ден суда только отношение верующих.
بله این معنایی که شما میخونید درست است، لیکن کسایی که زبان عربی روسیه میدونند به مانند نادر گفتند و کسی دیگر میلسیرت سم میلسیرت نیم سرد این گویا که از سرد است، بله از قلب است، برای همین این در حق الله درست نیست. بله برای که قلب چیز به الله سبحانه و تعالی این چیزش که ثابت کرده نیست اگر به همین معنا باشد این کلمه، لیکن این کلمه به معنای دیگر کسایی گوید که نه این همین لفظش همین خیلی است و این به قلب دلالت نمیکرد بو که ندارد. والله اعلم. رحم دل گفتم ممکن نیست، یعنی اگر توجیکی کتی اگر میره سیرت نیم رحم دل باشد الله سبحانه و تعالی رحم دل نمیگه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شیخ خوبی سلامت است؟ رحمت شیخ بارک الله فیک. خوبیم تینجیم بارک الله فیک. الحمدلله احبك فی الله. شناختی؟ الحمدلله احبك الله الذي احببنا فيه. بله بله اکا شناختیم. شما چه خیلی خوبه؟ الحمدلله. یک سوال بود. بفرمایید. همین سوال بعضی قوری‌ها گوش میکنم اخیرش اگر کوم یا که همین که کوم باشد خیلی کومو بگو میدن خیر. بله بله قرائت، بله قرائت یک چند نمود قرائت، 7 نمود قرائت خیلی 7 قرائت میگن خیلی مشهور است، 10 قرائت هست خیلی معروف است، 10 نمود خوندن 7 نمود خوندنش خیلی با معروفتن است. قرائت ورش میگن. قرائتی که ما میکنیم قرائت حفص است، مثلا والضحى والليل اذا سجى، این قرائت حفص است، لیکن قرائت ورش والضحى والليل اذا سجى گفته یا که کمو گفته آخرش میبرد، اینو یک نمود قرائت است و باقی ندارد. بارک الله فیک. این اگر حرف خوش کنه دام بلگو نمیشه. نه این همه جوبه نه، این همه جوبه نه، این مخصوص جوهاش است که بله بله یگون نه این جویز است. چخیلی که پیامبر گفتند که قرآن به 7 قرائت نازل شد، این یگون مشکل نه، 10 قرائت است دلیل است به همیش جویز است. حیاک الله. جزاک الله خیر اخی. و یک بارک الله فیک. عادتا اهل افریقا، جزایر، لیبیا، تونس، مروکو، انا منطقه ها قرائتشون قرائت ورش است. انا من خیلی قرائت است. مثلا ها باشد ه میگن، اینجا اومده سودگی باشد کمو گفته کمتر میبرن. انا من خیلی است. مثلا مالک یوم الدین مالک یوم الدین میگن و غیر ذلك و این درست است. بارک الله فیک. استاد همین فرزند ما شاگرد اخی ابو عبدالرحمن سوال کردنیه، گفتم بیا سوال خطو کنی که یاد بگیری آینده صحبت کردن با برادرها. بهترین حفظه الله بارک الله فیه. کنی نومش چه؟ نومش قعقه موندگی. بهترین قعقه. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. Я савол доштам. Я бародарай тортнакай, худаш торт мена. Баъд агар закат биёрад ура торт бе ден рождениера мумкин جشن گرفتنی مثلا روز تولد این چیزها یا که عید نه نفهمیده. مقصد که یک انسان تورت میپزه زکات میاد، میفهمیده است که همین زکات تورت برای دیناردن جشن گرفتن همین زکات میگرفتگی بوده است. برای هم آدم فروشه یا نفروشه یا که چخله نه فروختن یک نمود چیز بمانند اینکه یک کس میباید از شما کورت میخرد. بله. شما اونا کوفته نمیگردید که این کورت کتی چی کور میکند بود میرد شاید اون کوری بد میکند یا که اون کوری حلال میکرد یا حرام میکرد. بمانند اینکه کسی میاد از شما تلویزیون میخرد. تلویزیون کسی برده موسیقی دیدنش ممکن است، یگون فحش و فحش دیدنش ممکن است، چیز دیگر دیدنش ممکن است. همه این چیزا میخواد کردن ممکن است باور کنید اگر فکر کنید. برای همین تورتی که به شما زکات شود که برای دیرجدنی تولد من تورت کن بالاش به روز تولد من نویس هیکل سوزگاد، این درست نیست. اما تورت شما اومده خریده برود، فقط تورتی که شما دارید هم خریده برود،
فرق ندارد که برای چی میخرد و نمیخرد، چیز فروخته شده، لیکن از پس اون نمیشد. اما مخصوص برای عید اونها و روز تولد اونها شما نمیپذید، مخصوص نمیپذید. بارک الله فیک. اما جزاک الله خیرا. حفظكم الله. قعقاع الله يسعد كنات یک علم دین، نصرت دهنده دین، انشالله فهم و درک و شوق و ذوق و آموزش علم نصیبت کنه انشالله. علم آموز انشالله سعادتمند میشه. آمین آمین. حیاک الله. اول مثلا این برادر به گوشت کرد که نه همون جاهایی که مثلا گذاشته میشه دقیقتون نمیتونید، باید قاعده دیگر مثلا بغیر از خوندن موی باید قاعده تجویدش آموزن، قاعدش باید بیاموزن. درست؟ خیر شاید؟ بله آموزن خیلی حرکت کنید جوان. ابو عبدالرحمن فهمید یک بار دیگر گشتی بگم بلد. مسئله قرائت قرآن با گفته استدن که همون جایش که این برادر گفته استدن بعضی مثلا یکون حرکت بسیار میکنن یا که ای میگن باید قاعده همون خوندن همون دیگر قرائت باید آموخته شد. یعنی البته برای من گفتم این از پیش خود کدوم حرف خواهد دروز کوته کرده من یک نمید قرائت کرده استم نمیگید. سبحان الله. این مخصوص قرائت است که می آموزید. همه جوبا که خواهد انسان تغییر داده نمیتونه. الله هیست کردیم برادر ما که جوان هستند. نصیحت ما همه جوان ها با جوان هایی که شوق ذوق آموزش علم دارد، خواه از جوان های پسر بچه ها، خواه از دختر، هر یکی شما وقتی که شوق و ذوق آموزش علم دین دارد به دیگر چیز مشغول نشوید، به علم. شب و روز از الله طلب دعا کنید. رب زدنی علم، علم زیاد کن، گویان دعا کنید، ذکر زیاد کنید، کلمه توحید زیاد بگوید، شب و روز بگوید، صلوات به پیامبر خیلی زیاد بگوید که این چیزها باعث میشد که این ذکرها باعث میشد که باز الله رحمتش به شما زیاد میکند. از گناه ها دور شوید، از بیهودگویی دور شوید، نیت های آرزوهای علمی بزرگ کنید، همین گمان های خوب کنید برای آینده، آرزوهای خوب کنید، زیرا که گمانی که شما میکنید الله به همین گمان شما به شما معامله میکند. حسن ظن کنید، گمان های نیکو بکنید و خیلی کوشا باشید. قسم به الله سالهایی که ما سال 2001 2 3 4 5 وقتی در تاجیکستان بودیم چقدر شوق و ذوق آموزش داشتیم، لیکن افسوس که یک راه نشانده، یک طالب علم اهل سنت نبود که ما را یک جا بشنده 10 دقیقه نصیحت کند. قسم به الله اگر بود بچه ها را دیده بودیم که از مدینه آمده بود، غیر از کر و فر، غیر از بعضی از همین خیلی چیزا دیگه چیزی ندیدیم که یک جوبه نشوند فهموند که برادر این راه هستن، این منهج هستن، این گپ هستن، این کار هستن، اینجا شروع کن بیا این اون، یک ذره ندیدیم. از همین جهت وقتای ما کمی بیهوده گذشت، وقتای ما کمی بیهوده در همین سالهای شوق و ذوق گذشت. کدوم کتاب نباشد به پیش آمد کو بر این کتاب هم خوندم نمی ترسیدیم، خودم نمی ترسیم، لیکن جوانی دیگر است که قصه های انبیا، تمام تاریخ، خود تاریخ ابن کثیر باشد، ابن جریر طبری باشد، خود قصه های انبیا باشد، بسیاری کتاب های مخونده برآمده بودیم. در همین سالها کتاب های فارسی را خوب میخوندم، در اون وقت عربی نمیتونستم، فارسی میخوندم خیلی، لیکن منهج نبود و این چنین جوان ها خیلی زیاد بودند، خیلی جوان ها. برای همین مقصد از این صحبت چی است؟ مقصد این صحبت من همین است که امروز شما همین چیزه دارید، طالب علمای اهل سنت دارید، منهج معلوم است، راه واضح است و شما به ما آماده کرده همین چیزه طالب علما موندگی هستیم و شب روز با در خدمت هستیم و با آماده میکنیم از ترجمه کتاب ها، از نوشتنش، از درس ها،
همیشه نقطه به نقطه به نمودی ترتیب و نظامش در بات و این آن. لیکن شما باید در انکون حرکت کنید. و من باوری دارم که همه خیلی جوان ها حالی هستند، هر روز هر دور زمان جوان ها هستند در ملت تاجیکی تشنه علم هستند، به مانند تشنه آب می جوشند درونشان برای شنیدن حق و علم. اونها اگر کتاب نیابند همین گپ گوش کرده همیشه می نویسند و از یاد میکنند. این خیلی جوان ها هست و انشالله روز به روز زیاد میشد. میاد آینده اسلام، امت اسلام آیندهش در دست شما جوان ها است. مطالعه کنید، علم آموزید. غیر از علم دیگر چیز که اسلام پیش بردن نمیتواند، دیگر چیز نیست. این گپ باقی مانده گپ ها مشکل است. علم اولین چیزی که مسلمان میکند خودت را و دیگرها را علم است. بی علمی تمام مشکلی در بی علمی است. شرک و کفر از سبب بی علمی، بدعت و خرافات از سبب بی علمی، جهالت همیشه از سبب جهالت است. الله اکبر. علم چقدر بزرگ است برای همین جوان ها. وقت خود به چیزهای بیهوده نگذارونید. قسم به الله این حیات شما یک بار است، یک بار. انا خیلی میبید میرید. اومده کینو دیده، فیلم دیده، مولت فیلم دیده، بازی کرده، دندی بازی های و کامپیوتر بازی ها کرده، به همون از این دنیا بعد از این بازی 18 ساله مکتب تموم کرده، بعد مردی کور شده 40-50 ساله میون هم شکسته، بعد همین سر خم کرده چی بیدنی نه دین نه دنیا تعیین نی، همین خیلی مرده برفتنی هستید نگر شد نی. از همین جوانی سربلندی را باید شما فکر کنید. سربلند باید باشد، آزاد باید باشد. شما باید این مردم راهبری کنید. شما جوانهای مسلمان باید آینده این مردم راهبری کنید. لیکن برای راهبری کردن مردم، پیشوا شدن به مردم، علم لازم است. به علم تمام مشکلی ها به سر شما میآید. تمام راه ها برای شما محکم میشه. یگانه چیز علم است و این قرآن و سنت با فهم سلف است. به منهج علم خونید. به منهج از این طرف 100 سال این خونید، اخیری کار با جهالت، اخیری کار با بی علمی، با کفر، با شرک. چخیلی که اهل بدعت ببینید میگه من 50 سال خوندم. میگه 50 سال چی خوندی؟ 50 سال با همون بدعت خوندگی است، ضلالت خوندگی است. لیکن اگر به منهج اهل سنت و الجماعه اگر علم آموزی، مابین 2-3 سال حق به تمام هنر می آموزی. بله برای عالم شدن با 5-10 سال دیگر مطالعه میکنی، برای علامه شدن با 10-15-20 سال دیگر مطالعه میکنی. یک علامه بزرگ دین اگر در تاجیکستان این چنین انسان ها تاجیکا باشند، تمام ملت فارس حالتش تغییر مییابد. مشکلی در انا همون خیل نبودن علمای ربانی که شجاع باشند، به ماننده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به قریش گفتند. قریش‌ها به نزد رسول الله آمدند گفتند که اگر ملک خواهی بهترین خانه برای تو میدهیم، بهترین سردار ما تو میشوی، پادشاهی ما تو میشوی. اگر زن خواهی بهترین زنهای قریش تو بمیدیم، مال خواهی تو را بهترین خودمون میکنیم. همین دینت، عبادتت در درون خانه ها کنید. خواهش میکنیم دین ظاهر نکن، براءتت ظاهر نکن، تکفیر ظاهر نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی جواب داد؟ اگر گفتن آفتاب به دست راستی من، ماهتاب رو به دست چپی من بدهید، من از این راه هم نمیگردم. امروز ما همچنین طالب علم های اهل سنت میخواهیم که در همین منهج به مانند رسول الله همچنین بیاشد. جوان ها باید همچنین نیت و ارزویی که فقط حق گویی، حق رسانی، رضاگی الله و ظاهر شدن حقت بیرون برند و همچنین بگویند که اگر آفتاب رو به دست راستم بدی، ماهتاب رو به دست چپم بدی، من هرگز از قرآن و سنت و سلف صالح به دیگر جو بیرون نمیشم. اما افسوس است که امروز چقدر آموخته ها به نام طالب علم علما را میبینید که
به نام عالم است، البته که علم نداره لیکن لقب عالمی دارد، طالب علم است، به یک چیزهای عادی، به چیزهای ناچیز، به چیزهای کمترین دنیا آفتاب کجا رسد، ماهتاب کجا رسد، به یک چیزهای ناچیز الله المستعان از راه بیروها شده است. الله المستعان، الله المستعان. برای من علم خونید و این اختلاف هایی که امروز در بین ملت تاجیک هست، فارس تاجیک، اختلاف هایی که هست، همیشه از سبب کم بودن علمای اهل سنت است و زیاد بودن علمای جهمی یک و زیاد بودن طالب علم های ناکامل، به این معنا که ناپره و معنای ناکامل ناپره عالمی نه، به منهجش پره نیست، منهج ولی نمیفهمد، ولی اصل دین از فروعات دین جدا کرده نمیتواند، کامل نیست، لقب عالمی دارد. همین کم عربی را فهمید، آوازش کمتر غفستر میکند، بعد میبراید این خوارج، این و همین تمام، اصل دین پرسی نمیداند. الله المستعان، الله المستعان. مصیبت امروز همین است. طالب علم های به نام طالب علم است، از اصل دین بیخبر، از منهج اهل سنت بیخبر، سلف صالح اصلا نمیداند. یک دو عالم به گوشش حلقه کرده است، عالم معاصر خطا کرد گوید شما اگر وای عالمه شما خوارج میشید. عالمه بله، همه گفت صوفی ها به همین طالب علم به همین مدخلی ها بگیم راست میگه. صوفی ها میگه که یا ماتریدی میگه که آخر ما به ابو حنیفه تقلید کردیم یا به فلان ملا علی قاری تقلید کردیم، آخر به ابو منصور تقلید کردیم، تو میگه به ربیع ابن هادی المدخلی تقلید کردی، تو به فلان تقلید کردی. میگه هر دوشان مقلد است، هر دوشان در نزد ما باشد، ما میگیم هر دوتان مقلدی کور است، از خری همسایت هم گمراهتر هستی. ما مقلد نیستیم، ما مقلدی حرام میدونیم، ما بلکه متبع هستیم. به سبب تقلید چقدر امروز گمراه شدن. طالب علمای تقلیدی به حزب کردن، فساد بزرگ آوردن. طالب علمای تقلیدی به مدخلی کردن، فساد بزرگ آوردن. طالب علمای از منهج بیخبرند، به خاطر دنیا، منصب، ریاست، مشهوری عقیده زیر پا کردن. الله المستعان، الله المستعان. برای من طالب علمی حقیقی، حقانی و صادق همیشه ضرور به این امت است، خواه زن باشد خواه مرد. چقدر زنهای مشایخه بودند، مرد شیخ میگن، زن شیخه. در طول تاریخ همه علماهای بزرگ بینید از یک تا زن درس گرفته. شیخ الاسلام ابن تیمیه از یکی از زنها در همین جوانیشون درس گرفت. بسیار علما درس گرفته هستند. زنهای شیخه علما خیلی زیاد است. دختر امام مالک رحمه الله یک از فقیه ها بودند. امام مالک وقتی که درس میدادن دخترشون در پشت پرده می ایستاد. اگر شاگرد امام مالک در خواندن کتاب خطا کنند در یگان ترکیب عربی خیلی مشکل است. دختر امام مالک می زدند، یگان در است، یگونجا تق تق می زدند، امام مالک می فهمدند که خطا شد، گشته با اهمیت می داد. و این دین از چقدر زنها، اولین علمای زنها عالمه صدیقه بنت صدیق عایشه مادرمان رضی الله عنها است که از زنها بسیارترین روایت رو کردند. 2200 بود یا 300 زیاد حدیث رو روایت کردند. المكثرون في الحديث سبعه، ابو هریره یلیه ابن عمر. از حدیث روایت کننده ها زیادترین اونها 7 نفر هستند، ابو هریره، ابن عمر و از زنها در درون این 7 نفر عایشه مادرمان رضی الله عنها است. خیر بالاخره تعلیم بگیرید، اما به منهج و عقیده. بفرمایید برادر ابو محمد، بفرمایید. کدام گمراه هست میخواد با شما صحبت کرد، بردارم یا که بیست است؟ خب بردارین، چی که اگر صحبت های بیمانی نکنه دیگه فایده آور باشه صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه علیکم السلام. وقت صرف نکن، وقت صرف نکن. علیکم السلام. چی هستی؟ کی هست؟
این خر بیاره مبارکت از این بختر است. لازم نیست این آدم هایی که چقدر برادرها نصیحت کرده باشند یکون اومده به ما بزبازی میخواد که به ما بکند، میخواد که همه را مثل خودش کند. این خودش هم نمیدونه که در شیخ همین روز یک چیز شکوی یکیش نوم یک برادر موسواخی نیست که موسواخی گفت میگه کفرش میگه برای چی؟ برای که تو اخی گفتی میگه الله این جهالت است، جهالت است. الله المستعان. بفرمایید ابو محمد سعید. اهلا و سهلا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بزرگ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امیدوارم که صحت کامل داشته باشین استاد عزیز شما و تمام دوستایی که در کانال امشب هستند. استاد بزرگوار همه خواستم جزاک الله اسمشان شنوا شم. استاد عزیز در جا که زندگی میکنیم کم در زندگی برای ما مشکل است. بعضی دوستا با ما تماس میگیرن یا هم بعضی دوستا که دور و بر ما را فقط از اسم اصلیمان میشناسن، بر ما پیشنهاد چی میدن؟ درس عقیده میدن که باید خودشون درس بخونیم و در ساحات مختلف هستن. ولی همه قدر است که در این روزا دوستایی که در جا زندگی میکنن، کسانی که به قرآن سنت دعوت دارن، زیر تعقیب هستن و ما دوستان نمیتونیم که برشان بگویم که درس نمیدیم یا بسط درس دادن خود نیست. مقصد هدف ما است که مفاهیم برشان برسانیم. در این حالت اگر ما کار کنیم ممکن از جاها بر ما مشکلات خلق شد، یعنی امکان از زیاد میره که ما دستگیر شویم و به طرف زندان روانه شویم. در این حالت ما جواب منفی بدیم یا اینکه همین کم. بارك الله فيك برادر عزیزم. البته هر کسی که اولا الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیچ کسی رو مکلف نکرده است زیادتر از طاقت او. و یکی از این معناش همین است که وقتی که به بالای شما در دعوت کردن و درس دادن مشقت مرگ باشد یا از زیر تعقیب باشد، در این حالت توقف کردن این مخالفت به شریعت یا که گناهکار شدن نیست. یعنی وقتی که جوابی سلبی و منفی میدید که موقتا نمیتوانم، این یگان گناه یا مشکلی نیست، بلکه هر یک کار به حکمت و به سببی خوبش گرفته باید شود. و اولین چیزی که شریعت میخواد این حفظ خود شما است، حفظ نفس است. دین خودتون و حفظ دین و حفظ نفستون باید به جا بیارید و باقی مانده مسئله ها باید در زیر مصلحه و مفسده و در زیر همهش یعنی امنیت خوبی باشد. اما معنای سخنی نیست که همیشه در همین حال، لیکن یک مدتی که هست و بعد از این راههای خوبش دیدن و فکر کردن یا که بنوشتن، وقتی که نشد روبرو شدن بنوشتن، یک درسی رو می نویسید مختصر به برادرها ارسال میکنید، می نویسید ارسال میکنید. بله وقتی که دهانه میدارم می نویسید یک موضوع به مختصر می نویسید، بسم الله بفرمایید انا همین است عقیده میگید میتید و همین آهسته آهسته پیش میرد. بارک الله فیک استاد بزرگوار. استاد دیگه که با بعضی استادان ما زمانی که من از شما در یک بار یکی از مسئله پرسان کرده بودم و صوت شما را برشون رساندیم، ولی با وجود کتاب ها و دلایل و چیزها که برشون رساندیم هنوزم یا مثلا در منابرشان از ایدی از انسان ها را حفظه الله میگن، هرچی کوشش کردیم یعنی قناعتشان دادن نتونستیم، ولی زمانی که با ما روبرو میشن قناعت میکنن، وقتی که پشت میکنن بر ما بس کار خودم میکنن. با همچین انسان ها چی کنیم استاد بداخدن؟ ترک کرده میشن برادرست. حیان همین منهجی که احمد ابن حنبل رحمه الله با ابو داود رحمه الله بیان کردند. وقتی که اهل سنت رو دیدید که اهل توحید اهل بدعت رو خوب میگوید، حفظه الله میگوید، قطعی و صحبت میکند، نصیحت بکنید. نصیحت کردید قبول نکرد ترک میکنید، ترکش کنید. بارک الله فیک. من خیلی دردآور است
است استاد. ما که با کسانی که درس خوندیم، کسانی که یک عمر به قرآن سنت خدمت کردن، امروز حالت حاکم هستند که یا ما را ترک کردن. ما در قصهش نبوده، ولی جای دردآور اینجاست که یا به دین الله پیش کردن. امروز صحبتایی را دارن خود ما تعجب میکنیم. بعضی اوقات به خود فکر میکنم آیا یا همون علماهای وقت نبودن، آیا همون کسان مفسرین نبودن. امروز میگن الله اکبر است داود دفاع میکنن. من نامش ابتلا. بله نام شرط نیست. بله در رسانه ها ممکن صوت هایشون نشنیده باشین. به زبان پشتو یک شخصی هست، خیلی یک مفسر بزرگ، یک انسانی که واقعا در زهد و تقوا در چیزا مثال نداشت، ولی امروز تاخت تازشون بر علیه اهل حق، تاخت تازشون حتی تحریک دین الله سبحانه و تعالی. امروز جهاد اصلا میگه وجود ندارن، حصر نیست که ما جهاد بکنیم، باید دعوت بکنیم و درس و تدریس بکنیم با همچین انسان هایی که ما از پیششان آموختیم. یعنی واقعا خیلی دردآور است استاد. باور بکنین یگانه وای را که اگر ما بخوایم که اذیتشان بتیم، وای را که ما بخوایم که اصلا ضربهشان بزنیم، یک گانه رایش اینه میمونده. میگم الحمدلله که برای ما الله سبحانه و تعالی در هست. نمیخوام که دادم بروی تو تعریفتان کنم استاد، قسم به الله است که هیچ چیز دوست ندارم، ولی واقعا از ته دل میگم استاد، از ته دل. الله یسلمک. بالاخره برادر عزیز، الله شما را حفظ بکند. الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن بیان کرد که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. امین است. حتما الله میسنجد. در آیه دیگر میگه الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقتی که شما میگویید که من مسلمانم، مؤمن هستم و مسلمان شدم، شما گمان میکنید و میپندارید که ما شما رو نمیسنجیم، حتما شما رو میسنجیم. پیش از شما بوده ها رو ابتلا کردیم. فتنه به معنای ابتلا کردیم و شما رو هم حتما ابتلا میکنیم تا که بدانیم که شما در همین ایمانتون راست هستید یا دروغ هستید. و ابتلا خیلی گوناگون است و در مرور زندگی می آید و خصوصا علما و طالب علم خیلی باید در احتیاط باشن، خطر است. برای این صحابگان رضی الله عنهم رو ببینید که همیشه خود رو در حالت خطر احساس میکردن، هیچ وقت در خود رو امین از مکر الله حس نکردن. خود رو از جانب الله همیشه در امنی حق، یعنی امن دو نمود است. امن زندگی که آرامی، این امنی همیشه من مسلمان میستم تمام گفتن. هر کسی خود رو همچنین اگر پندارد این عین گمراهی است. صحابگان شب روز می ترسیدن که بناگاه گمراه نشوند، بناگاه به یگان خطا نغلطند. از خود می ترسن که صفتهای منافقی باشد نباشد، احتیاط می شدن. اما انسان ها اگر بی‌پروا شوند، فریفته به خود شوند و هر کاری که خواستند بکنند، عاقبتش همین است. عاقبتش همین است که سنجش بزرگ است. پیامبر میگن ان الله لا یغربل، الله غربل میکند. غربل یعنی معروف است، آرد رو وقتی که برای تازه کردن بعضی دانه های زیاده به یک چیزی انداخته می جنباند، آرد میبرد، افلاسی در بالا میماند. اینم غربل است. اینم الله مسلمان ها رو غربل میکند، میبیند که کی میماند، حقیقت کی است. بلاها هر کس به حق خودش، درجه خودش. الله المستعان. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ستکون فتن، در آخر زمان فتنه ها خیلی زیاد میشد. القاعد فی خیر من القائم، نشسته بهتر از خسته است. و القائم خیر من الماشی، خسته بهتر از راه گشته است. من تشرف تستشریف، هر کسی که سرش بربرد آمیخته شود همراه شده می رود. در حدیث دیگری که روایت مسلم از ابو هریره است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، زود است که فتنه های میاد به مانند قطعه های شب تاریک، یعنی قطعه به قطعه زود بسیار.
یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. بگاهی مسلمان میشد پگاهی کافر، پگاهی کافر بگاهی مسلمان، یا که پگاهی مسلمان بگاهی کافر. یعنی در یک روز در یک شب تغییر یافتن میگیرد. به سبب چی؟ به سبب کثرت فتنه ابتلا است. برای من پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند القابض على دینه كالقابض على جمره. در آخر زمان کسایی که دیندار میشوند اینقدر از سبب زیاد بودن فتنه به مانند این است که در کف دستشون یک لخشه انگشت رو گرفته شدند. دستشون چخیل دست انسان میسوزد وقتی که لخشه انگشت رو گرفته. انا همچنین انسان میسوزد وقتی که دینداری میکنه. و صبر بکن. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله امر کرد که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکن چگونه که ای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیش از تو دیگر اولو العزم پیامبران بزرگ از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صبر کرد. الله المستعان. الله المستعان. الله همه شما را حفظ بکند. الله به همه شما برکت بدهد. من خوری میشم برادرهای دیگر صحبت بکنین ان شاء الله طالب علم ها ان شاء الله با در تماس هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب نباشین تقلید دوام کنیم. بارک الله فیکم. گفتین چند کس خوبه چند کس خوب دست باردارین که الله که برادرهایی که به هر شر رسم میبید اصلا رسم که رسمه علما اجازه نمیتونن رسمی که نباشه رسمی چی نباشه. همین شرک از همون رسم کشیدن و غیره پیدا شده. از رسم کشیدن بعد تراشیدن بعد بارک الله فیکم همین خیلی پیدا شد. الله یستر. و دوم باید ما زیرک بشویم که این رسمی گرگا ممکن نیست. یه رسمی گرگا ممکن است یا رسمی اگون چیزا ممکن نیست. آخه دیگه کارتینگ نیست که بمونه آخه. یعنی دیگه اون نمیدونم پرده راست کرده مونه چرا من واسه کنم. بارک الله فیک. برای مشته مسلمان ها باید همه جهته باشه. هر راهی که در اون رو علما اجازت داده نیستن و به اسلام خطر دارد باید شود. بارک الله فیک. و بعد بعضی برادرهایی که رسمهای بعضی از مجاهدین و غیره میمونید الله یسترتون کن اونها به خاطر الله کردند و رفتن. دین ما قرآن و سنت است به فهم سلف امت. همین به کسی که تلگرام من لازم است همون کانالی که پرستم در این در اونجا پیدا میشه با عبدالرحمن نوشته بارک الله فیک. زویر برادر الله استون بکند یا اون سخن داشتنی باشه گپ بزنی اگر نه آوازه بزنی. بارک الله فیکم. هر نمود رسمی که هست اجازت نیست. رقص گرفتن خودش به کار و بیکار اجازت نیست. برادرها بارک الله فیکم. الله استون بکند. زویر یگون چی گفتنی داریم بفرمایید. سوال از سعید امین شیخ محمد من سوال دادم. هم در مسئله زنا بود. این همین زنا وای سوال چنین بود که
من قصدیان زنا بکنم پشیمان بشم. ولی شیخ محمد گفتی تو موحدی زنا کردن بگیره چی کن؟ توبه کن خداوند ببخشد. در کجا گفته است که وای پیدایپر خداوند چخیر میبخشد؟ در کجا گفته است که موحدی زنا کردن آفرین نگفت اسپاس در کجا گفته یک دقیقه خیلی در کجا گفته که تو موحدی زنا کردن که اعوذ بالله تو از الله نمیترسی آرام گفته او دلت کر میپرته به شما یگان احتیاط نداره ده معلوم بود سوال چنین بود که من موحد رو پاستیان زنا نمیکنم کلمه پاستیان چه دروغ میگی کازو گفت که زنا میکنم گفت باز پشیمان میشم هرچی باید چه باید شده و چه زنا میکنه باید یعنی کسی که زنا میکنه کفر است می؟ البته پس یک پاستیان زنا میکنه کفره دلیل بیار الله لعنتت بکند تو این کذاب و دروغ دلیل بیار ما باشه بشون از دو بیلت دلیل بیار خورج زنده دلیل بیار گفت کی گفته است این گفت دلیل بیار چی بود جو دلیل نکنه اعوذ بالله استغفر الله دلیل بیار زویر بده که دلیل بیار دابس من نبیار دلیل بیار که کی گفته است که پاستیان اگر پای در پای چند بار زنا کرد کفر میشه دلیل بیار دلیل من زابس تو استاکون است من شیخ اعظم جنگو از لبو کس خوب میشناسم عقیدتا هم لبو نمیکنم برادر ابو عبدالرحمن ای زویر خرب دست نیکی گپ از گه خیلی میفهمیده است یا صورتی خرمون ده ایجا آخی مادانی شدیم که همون سوال کننده را سوالاشون اونجا پرتفتم و همین صوتی استاد اما دارم دروغ میگه این کذاب این دروغچه کذاب است در همین از همین سوالی که شما اونجا دیگه میگد که من فقط زنا نمیکنم من توبه میکنم من خیلی وقت میکردم که شهوتم بسیار خودم داشته نمیتونم بعد شیخ خوره اون رسال چه اون آدم خوب گفته رو مذمت کردن یکی نصیحت کردن که در خیلی چه دور میشید ولی برای همون سوالی او آدم هم سکچت کردم این در کار شد این موحد گفته است که اگر زنا میکرد موحد است اعوذ بالله او مشرک نیست او صحابزان زنا کردن البته سانسور کرده شد و پیامبر گفتن که توبه این هم به تقسیم کرده میرسید مثال زد کو عرفنو شهادت عمر لعنت کرد رسول الله گفت نکرد مثال آورد کو بله دیده وقت دلیل به بیاد اخی اینو میگریزم به خاطر اینکه دو فرقه همون حواس پایبند دلیل نیست الله جزا خیر تو بکند اما وقت نماز شد بارک الله فیکم الله یستر که ما کمی تقلید بخونیم انشالله الله یستر که ما بندم شرک اصغر میدونیم شرک اصغر گناهش از چی بلند است از زنا کرده همون هایی که میدونه که میگه که بچه انسان کافر میشه شرک اصغر گناهش از چی بلند است از زنا کردن و غیبت که غیبت هم خودش گناه کبیر است همین که هر روز به 10 بار غیبت میکنه از این میبرگی اگر حوض شاید هم گپ بالای خودشون گردد بعد سنو میدوان که شیخ این مورد تکفیر کرده است تو دست چی کار کنی اعوذ بالله الله بهتر
استغفر الله بكره استغفر الله تعالى استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. ما از کتاب نوشته شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله در والا گذاشتیم، خواندیم که مثلا تقلید چی معنی دارد در لغت و از قرآن و سنت دلیل ها رو ذکر کردیم، قول های علما رو ذکر کردیم به اینکه تقلید در کدام جو جایز است و در کدام جو حرام است و ما رو الله امر کرده است که اتباع یعنی مطابقت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. امروز از اقوال علما رو هم با میخوانیم که در باب تقلید چی میگوید. از صحابه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگفت عالم یا دانش آموز باش و یک امعه در بین آنها نباش. امعه کسی را گویند که جاهل است و خود انتخاب و رأی ندارد و همیشه مقلد است. یعنی مقلدی گمراه نباش بلکه بیاموز، عالم باش، لا اقل طالب علم باش. این سخن صحابه در عموم دین است، چی برسد در اصول دین. و اینچنین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت هیچ یک از شما دینش را تقلید به مردی نکند و هرگاه ایمان آورد و هرگاه کافر شد کافر باشد. و اگر شما اقتدا کننده باشید پس اقتدا نمایید بر مرده، زیرا زنده ایمن از فتنه است. الله اکبر. یعنی بکی به کدام مرده ها چکنید؟ به همون مرده هایی که با توحید و بارک الله فیکم با حق گذشتند و الله آنها را از فتنه ها ایمن نگه داشت و آنها از ملامت کفار مشرکین و منافقین نترسیدند و حق را گفتند، در حق ثابت بودند. الله و هم طریق جانشان را بگیرید. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب توسل و وسیله روایت دیگری را از ابن مسعود ذکر می نماید که چنین است: اقتدا به صحابگان نماید، زیرا الله تعالی از آنها راضی شده آنها را جنتی خوانده و هر کسی ایمانش مثل ایمان صحابه باشد نجات خواهد یافت. والله اعلم. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت شما امعه نباشید. گفتن امعه چیست ابو عبدالرحمن؟ گفت امعه این است که شخصی میگوید من همراه مردم هستم، اگر هدایت یافتند هدایت مییابم، اگر گمراه شوند گمراه میشم. الله اکبر. همین سخن امعه، آیا مردم ما بسیارشون امعه هستند یا نیستند؟ چرا که مردم با نگاه میکنن که مردم اکثر طرف کفر برفتن کفر میرن، از اکثر طرف توحید برفتن توحید. یعنی آنها بد و نیکه با یعنی با رفتن اکثر مردم به یک طرف با این مقایسه میکنن. والعیاذ بالله. این اگر اصل این گپ کفر است. اگر مردم شرک کفر برای من شرک کفر میرن، اراده شرک کفر کردن انسان رو کافر میکنه. حتی انکار نکردن شرک کفر انسان رو به دین داخلش نمیکند. این خیلی خطر است. اهل توحید باید از اینکه مقلد باشیم، مقلد کرکورانه باشیم، از این پناه با الله بریم. برای زیرا که امتهای گذشته اکثرشون مشرک گشتن به سبب مقلدی. به سبب مقلدی بابایم کرد، پدرم کرد، آچه هم کرد، یعنی خلقم کرد. همچنین شرک به آنها را که شیطان علیه لعنه، شیطان رجیم وادار کرد. بارک الله فیکم. سخنهای این صحابه جلیل نهی و برحذر نمودن از تقلید و مقلدی است. فضیل ابن ایاس رحمه الله گفت متابعت به قرآن و سنت نما، براه هدایت و به تو کمی راهپیمایان راه حق ضرر نمی رساند
و کاملا خود را از راه ضلالت نگه دار و هرگز فریفته از زیاد بودن رهسپاران گمراه مباش. الله اکبر. خدای ابن ایوب گفته شدن که تو در کجا باش پیروی کسانی که پیروی کردن به راه حق، با آنها پیروی بکن، زیرا که کم بودن آنها به تو ضرر نمیرسونه. یعنی انسان وقتی که در راه حق است مولای او الله است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله سرپرست کسانی است که الله سرپرست مؤمنان است و آنها را از ظلمات به سوی نور میبرد. یعنی کسی که در راه حق است اگرچه پیروان حق کم باشند، الله مولای و سرپرست و نگهدارش است و یگان بار ضرر نمیکنه. الله اکبر. اما تو در دوام گفته شدن که در طرف اهل باطل نباش اگرچه آنها بسیار باشند و زیاد بودن کسایی که در راه گمراهی هستند فریفته آنها نشو. الله اکبر. فریفته نشو که آنها گمراه هستند. آنها بسیار هستند، زیرا که و قلیل من عبادی الشکور، و بندگان شکرگزار من کم هستند. و ابراهیم علیه السلام تنها بودن. الله سبحانه و تعالی گفت امت هست، یک خودشون امت گفتن. بارک الله فیکم. یعنی اگر همه مردم قرآن و سنت و فهم صحابگان را ترک کند، تو فریفته آنها مباش و به آنها تقلید نکن، بلکه تو تنها در راه حق باش و پیروی از قرآن و سنت با فهم سلف امت نما. ابن قیم فرمود صحابه و تابعین مقلد را امعاء بیعقل و احمق و اینچنین مقلد را کور نابینا میخوندند که بصیرت ندارد. بارک الله فیکم. سخنان امامان چهارگانه بر اتباع و مذمت تقلید. اکنون الان انشاءالله این 4 سران مذهب سخنانشون رو میخونیم و این یک شمشیر برانی هست که سری صوفی های مشرک و علل خصوص سری مدخلی های نجس آزری های پلید رو میبرد. زیرا که امروز مدخلی ها چگونه که مشرکین مکه و مشرکین گذشته با بایانشون پیروی کرده و شرک و کفر و غوطه زده بودن، امروز این مدخلی های نجس به استازان مشرکش به مثل محمد امین جامی یا که ربی حاد مدخل یا که سلیمان روحیلی و یا که بارک الله فیکم در مصر این موسی مصطفی عدوی امثال اینها پیروی کرده، کفار مشرکین گشتن. کفار مشرکین رو برای مسلمان میخونن، با آنها مبالات میکنن، تواغید رو از جمله مسلمان ها میدونن. الله اکبر. این کفر اکبر است و دلالت میکرد که اینها به دین الله حال داخل نشدن و بدتر از امتان گذشته است. الله اکبر. و همه باید پایبند قرآن و سنت باشد و میخونیم انشاءالله. از امام ابو حنیفه رحمه الله در اینجا آغاز کردن، شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت هرگاه سخنی گفتم که کتاب الله مخالفت بر سخن من میکند، سخن من را ترک نماید به کتاب الله، و هرگاه سخن من را سنت رسول الله صلی الله علیه و مخالفت کرد، سخن من را ترک نماید به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگ بزنید، و هرگاه سخن من را سخنهای صحابگان رضی الله عنهم مخالفت کرد، سخن مرا بر سخن صحابگان ترک نمایید. الله اکبر. فهمیدید؟
امام ابو حنیفه رحمه الله گفته شدن که رحمه الله خوارجو کسلی روی جوید رحمه الله الله رحمتشون بکن، گرچنده که خطاگی های بسیار داشتن، گرچنده که در مسئله ایمان مرجی هستن، چگونه که سلف امت رحمه الله گفتن ما هم رحمه الله بکن. و گفته شدن که هر وقت که سخن من مخالف قرآن بود حرکش بود. عمل از ایمان نیست گفتن ابو حنیفه، مخالف قرآن است حرکش میکنه، سخنشون رو به دیوار میزنه. و گفتن که ایمان کم و زیاد نمیشود، الله و رسولش در قرآن و سنت گفتن که کم و زیاد میشود، این سخنشون رو به دیوار میزنه. و ما از ملامت کنندگان ملامت کننده ها نمیترسیم و ما سربلندتر هستیم در نزد ابو حنیفه از اون کسایی که به خطاگی ابو حنیفه رحمه الله پیروی میکنند. و ابو حنیفه هم از اینها بیزار است و گفتن منهج رو بیان کردن، قرآن و سنت به ضد آمد به دیوار بزنید. در دوام گفتن که اگر به سنت ضدیت کرد سخنم رو ترک میکنید، حتی سخنی من به سخن صحابگان ضد آمد سخنم رو ترک بکنید. یعنی ابو حنیفه رحمه الله کسی رو دعوت نکردن که بارک الله فیکم از ابو حنیفه رحمه الله متابعت کرده شد. اعوذ بالله امروز برادرها یک کامنتاری رو پستن میگوید که والعیاذ بالله پیامبر ما میگوید پیامبر تاجیکو ابو حنیفه هستند و میگوید پیامبر عرب ها محمد صلی الله علیه وسلم. والعیاذ بالله والعیاذ بالله. بنا با الله میبود انا این روزی که این امیرهای مدخلی ها، این سران دموکرات که اینها امیرهای مدخلی های مجوسی هستند، مدخلی های دین فروش، مدخلی های قاتل، مدخلی های مسلمان کش، مدخلی هایی که دولت عراق رو به خاک خون کشیدن با دست امریکا، لعنهم الله، الله لعنتشون بکنه. و قریب جوان بودیم و 20 چند سال است که بارک الله فیکم با فتوای مدخلی ها امروز این در عراق و در شام فقط خون مسلمان ها ریخته است. اولین فتوا رو که داده است، اولین فتوا رو محمد امین الجامی، ربی هادی مدخل، سلیمان برقیلی، امثال اینها، لعنهم الله، الله لعنتشون میکنه. استغفر الله و اتوب الیه. فلانی از ابو حنیفه نقل میکنن در کتاب ایقاظی هممی اولو الابصار صفحه 50 از صفحه 50 است. بارک الله فیکم. سخن ابو حنیفه رحمه الله. ابن عابدین در حاشیه به در المختار گفت جلد 1 صفحه 67 از ابو حنیفه روایت صحیح است که او گفت هرگاه حدیث صحیح باشد پس او مذهب من است. ابو حنیفه رحمه الله گفت به هیچ کس حلال نیست که سخن ما را بگیرد تا زمانی که بداند که ما آن را از کجا گرفتیم. الله اکبر. امروز مایدش اگر آدم های عادی را موندیم، آدم های عادی که مثلا در تاجیکستان است موندیم، حتی این بنام طالب علم علما دلایل مذهب ابو حنیفه را نمیدونن، فقط از شکمشون گپ میزنن. هر چیزی که به این неизвестний تاجیکستان به قولهایش درست میگیرد، به نفس او درست میگیرد، او در نزد اونها قول صحیح است. این دین فروشی است، این قاتل بودن است، این مسلمان کشتن است، این مادر فروشی است. و این جوان ها مادر فروش ها رو فراموش نکنید، با مادر فروش ها تبسم نکنید، غضب باید بکنید. الله خورتون بکنه. قابل قبولی دارد. این سخن امام مذهب و منهج مقلدین را باطل میکنه. این سخنشون در کتاب تاج تراجم صفحه
92 و شرح مشکل هدایه جلد 2 صفحه 541 و ابن القیم جوزی جلد 1 صفحه 79. ابو حنیفه رحمه الله گفت حرام است بر کسی که دلیل مرا نمیداند این که فتوا بدهد از کلام من. الله اکبر. دهلوی در کتاب انصاف صفحه 134 از ابو حنیفه نقل میکنه. دهلوی کی بود؟ دهلوی خودش یک ماتوریدی والله علم نقشبندی یک گمراه دیگر بود، همونی که در برابر همین سخن حق را گفت. و امروز بدانید که صوفی هایی که یعنی قبل بودن پیش گذشته بودن از صوفی های امروزه فرق از زمین تا آسمان است. فهمیده استودید؟ مثل امروزه صوفی ها طاغوت پرست مجوسی نبودن، دین فروش قاتل نبودن آنها، اگرچه در اسما و صفات کفار مشرکین گشته بودن. امروز صوفی های مشرک رو بینید، درباری رو بینید، رافضه ها رو برادر میخونن، مسلمان ها رو کافر و مشرکی میخونن، در حالی که ابو منصور ماتوریدی مشرک زندیق بر ضد این رافضه ها و بر ضد این کسایی که علی رضی الله عنه رو والعیاذ بالله اله میگیرن کتاب نوشته است. و اما این کتاب های ابو منصور ماتوریدی رو حتی نمیدونن. من به یک مقلدش، به یک مقلد کرکو، او را مقلدم گفتنه، من او را کی گفته هم نمیدونم. این مقلد حداقل به سخنهایی که بیدلیلش باشد حداقل سخن شنیدهش بکی مقصد تقلید بکنه. او حتی شنیدگی نیست. میگم نام یک نام کتاب محمد ابو منصور ماتوریدی رو نمیدونم. میگم ابو منصور ماتوریدی به نام کتاب توحید دارد، اما این نام این کتاب رو اصلا کتاب شرک ماندن کنه. مرا متهم میکنه که این گونه کتاب نداره و به همین خودش رو شرمنده کرده است. و حال امروزه ماتوریدی ها و اشعری های گمراه همین است. اینها چیزی نخوندن برادرها و مسلمان ها. بدانید که اینها یگانه، اینها نمیخواند که الله راضی باشد، اینها میخواند که یک به نام امام علی دین فروش قاتل دیگر است، انا همین راضی باشد از اینها، یا که سران پرزیدنت های طاغوتی از اینها راضی باشد. شکمشون ترنگ کردگی به مشکلات مردم یگان کاری ندارن، کارشون به دین فروشی، کارشون به حرام خوری آوره است. بارک الله فیکم. ابو حنیفه رحمه الله گفت همان ما بشر هستیم، سخن را امروز میگویم و فردا از سخن گفتمان میگردیم. این سخنشون گفته استودن که ما بشر هستیم، امروز یک سخن میگویم و فردا از این سخن میگردیم. یگانه بشری معصوم کی است؟ این رسول الله صلی الله علیه وسلم است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسئله دین هیچگاه خطا نکردن، دین رو 100% رسوندن. و هر کسی که پیامبر رو خطاکار میگه، ابن تیمیه رحمه الله میگه که رافضه است. رافضه ها یگانه پیامبر صلی الله علیه وسلم رو خطاکار میگه. الله اکبر. الله نابودشون بکنه رافضه ها رو و این دوستداران رافضه رو الله نابود کنه. این سخن ابو حنیفه رحمه الله در دور تخریج در تاریخ ابن معین صفحه 2461 تخریج کرده است. خطیب بغدادی با همین طریق در تاریخ بغداد جلد 15 صفحه 544 ذکر کرده است. اما این قولها از ابو حنیفه رحمه الله است که ما را دعوت به قرآن و سنت و پیروی از صحابگان می نماید و تقلید نمودن بر خودشان را انکار می کنند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. برادرهای عزیز من، ان شاء الله به قدر استطاعت هر روز این کتاب دوام میدیم. بارک الله فیکم. تقریبا صفحه 28 تمام کردیم، 29 به داخل شدیم. ان شاء الله این کتاب قدر بزرگ نیست، باذن الله در یک 10 روز است، 5 روز است تمام میکنیم. بارک الله فیکم. هر کسی که اشتراک کرده است برای خودش یک نفع میگیرد.
و علم آهسته آهسته زیاد می شود از انسان از هر طرف. ابو هارون بفرمایید برادر.